در اسارت فرهنگ، ریشه‌یابی خلق و خو، آداب و عادات ما ایرانی‌ها، انتشارات صمدیه 1395، نویسنده و راوی طاهره شیخ الاسلام. قسمت ششم، بخش سوم از باب اول. نکته‌ها، گفتگوها و مشاهدات در رابطه با مهربانی، خونگرمی، سخاوت، مردمداری، غریب نوازی، بتسازی و بتپرستی. صفحات 109 تا 133. AvoyBook.press.com آن که بدهد بی امید سودها، آن خدای است، آن خدای است، آن خدای. یا ولی حق که خوی حق گرفت، نور گشت و تابش مطلق گرفت. کو غنی است و جزو جمله فقیر، کی فقیری بی عوض گوید که گیر. تا نبیند کودکی که سیب هست، او پیاز گنده را ندهد ز دست. این همه بازار بهر این غرض، بر دکانها شسته بر بوی عوض. صد متاع خوب عرضه می کنند، و اندرون دل عوضها می تنند. یک سلامی نشنوی ای مرد دین، که نگیرد آخرت آن آستین. بی طمع نشنیدم از خاص و عام، من سلامی ای برادر و سلام. مثنوی دفتر سوم. بشر موجودی است معامله گر، تا بدانجا که حتی در عمل به اعتقادات و باورهای مذهبی خود نیز با خدا معامله می کند. یعنی اگر بدون توقع پاداش دنیوی کار خیری انجام می دهد، به امید دریافت اجر اخروی، یعنی رفتن به بهشت و استفاده از مواهب موجود در آنجا، یا به خاطر گریز از آتش جهنم است. هرچند اطلاع دیگران از کارهای نیکو و تحسین آنان خود نوعی پاداش این دنیایی محسوب می شود. در این میان هستند کسانی نیز که از نفس محبت کردن لذت میبرند، بدون انتظار اجری، چه دنیوی و چه اخروی. پاداش اینان نیز همان لذتی است که از کارشان میبرند. بدین ترتیب میتوان دید که انسان در خارج از چارچوب بده و بستانی نمیتواند به هم نوعش خدمت کند و این بسیار طبیعی است. اما شاید بتوان گفت والاترین انسانها در درجه اول کسانی هستند که در ازای خدمت به دیگران به لذتی که از خدمت کردن میبرند قانع‌اند، و در درجه دوم آنان که با قدر شناسی از طرف افراد مورد محبت قرار گرفته و تحسین دیگرانی که شاهد این خدماتند لذت میبرند، و بالاخره کسانی که خیر و خدمتشان را در ازای خدمت متقابل یا دستمزد منصفانه‌ای که برای آن میگیرند انجام میدهند، و میتوان گفت که اکثریتی در این گروه قرار دارند. ویژگی‌های مهربانی، میهمان نوازی و خدمت به هم نوع نیز مانند بسیار دیگر از خصایص انسانی تحت تأثیر سه عامل ارث، خانواده و محیط اجتماعی قرار دارند. از آنجایی که افراد یک جامعه به لحاظ ارثی و خانوادگی نمیتوانند یکسان باشند، بنابراین وجود چنین خصایصی را در یک ملت نمیتوان به چیزی جز محیط اجتماعی آنان منتسب و مربوط دانست. توضیح این که در شرایط فقر و ناامنی که قانونی حمایت از مردم را بر عهده نمیگیرد، مردم مجبور میشوند که در جهت تنازع بقای خویش حمایت از یکدیگر را به عهده بگیرند. این اجبار همراه با توصیه‌های مذهبی، اخلاقی و انسانی که مردم را در هر زمان، هر کجا و هر شرایطی به دستگیری از بینوایان و نیازمندان و کمک به هم نوع فرا می‌خوانند، باعث شده که ویژگی‌های مهربانی، سخاوتمندی و خدمت به هم نوع در مردم ما تقویت شده و در تکرار خود به صورت یک عادت اجتماعی درآید. در این بخش به گفتگوها و نکته‌های اشاره می‌کنیم که به عاداتی از این دست می‌پردازد. دعوی محبت. تو را که بر هر گوشه از ریشه دستار خود عشقی است، بر هر ترکی از کلاه جاه خود میلی است، بر هر تکمه‌ای از قبای بقای خود تکیه‌ای است. دعوی محبت از تو چگونه درست آید؟ رساله عشق، سیف الدین باخضری. اکثریت والدین ادعا می‌کنند که فرزندانشان را دوست دارند و نگران آینده آنان هستند. اما آیا لازمه این دوست داشتن سعی در بهبود جامعه و محیطی نیست که فرزندانشان از 6 سالگی و گاه بسیار کمتر از آن به آن وارد و در آن زندگی خواهند کرد؟ پس چگونه عده‌ای به بهانه علاقه نداشتن به مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از خود رفع تکلیف کرده و هیچ گونه تلاشی در جهت بهبود وضعیت جامعه خیش نمی کنند؟ وظیفه هم است حرفش را نزنید.
خانم ایرانی مدتی پس از ورود خود به استرالیا با هیجان زیاد ماجرای زی را در جمعی از هموطنان تعریف کرد. او گفت پسرم در سال اول دبیرستان است. او در روزی که ورزش دارد باید کفش ورزشی خود را که نسبت به جثه‌اش سنگین است به مدرسه ببرد و بیاورد. دیروزی که از همکلاسی‌های خارجی او که در همسایگی ما زندگی می‌کند و ما با خانواده او دوست و معاشر هستیم به او گفته که حاضر است کفش او را با دوچرخه‌اش از خانه به دبیرستان و بالعکس حمل کند به شرطی که هر بار 50 سنت به او بدهد. این حادثه همگی ما را متعجب و حیرت زده کرد، چرا که هیچ یک در زندگی خود چنین تجربه‌ای نداشتیم. آن روز از مادیگری و سردی و عدم رفاقت غربی‌ها بسیار سخن گفتیم و همگی ما مغرور از سخاوت و مهربانی و هم نوع نوازی خود از هم جدا شدیم. چندی از این ماجرا گذشت تا اینکه یک بار دیگر این هموطن را دیدم و او بی مقدمه چنین گفت: حالا میفهمم که هر چند کار آن پسر ظاهر خوبی در چشم ما نداشت، اما تا چه اندازه از تنش و دلگیری و کدورت بین ما و خانواده او جلوگیری نمود. چرا که اگر او هر هفته کفش فرزند مرا از روی رفاقت برایش می آورد، با احتمال زیاد خانواده‌اش فکر می‌کردند که ما از فرزندشان سوء استفاده می‌کنیم و واکنش این تصور در برخورد و رفتار آنها منعکس می‌شد و ما را ناراحت می‌کرد. به طور حد پس از مدتی رابطه ما دو خانواده بدون اینکه حداقل ما بدانیم ریشش در کجاست به هم می‌خورد. این خانم با تعریف ماجرایی که در آن هموطنی از دوستی او سوء استفاده کرده بود میگفت: ای کاش ما نیز از روی خجالت و رودربایستی یا برای نشان دادن رفاقت و دست و دلبازی نداشته خود پیشنهاد کمک به یکدیگر نمی‌کردیم. ای کاش ما نیز می‌توانستیم به تقاضایی که از ما میشد به راحتی و بدون ترس و نگرانی جواب منفی بدهیم. ای کاش ما هم می‌توانستیم در ازای خدمتی که برای کسی انجام می‌دهیم تقاضای مزد کنیم یا اگر مزدی به ما پیشنهاد میشد قبول می‌کردیم. نه اینکه با گفتن عباراتی چون وظیفه هم هست اصلا حرفش را نزنید قابلی ندارد، مزد را رد کرده، خدمت را انجام داده و سپس طرف مقابل را به زرنگی متهم کنیم. به طور حتم اگر ما نیز می‌توانستیم چنین کنیم، احساس مورد سوء استفاده قرار گرفتن در ما به وجود نمی‌آمد. کمتر در زندگی خود با کسی روبرو شدم که تصور نکند او بیشتر به دیگران محبت و خدمت کرده است تا دیگران به او. این احساس وقتی به وجود می آید که خدمات یا الطافمان را نه به خاطر خواست باطنی خود یا باوری که به خدمت به هم نوع داریم، بلکه بیشتر به خاطر توقعی که دیگران از ما دارند یا اثبات مهربانی و دوستیمان به آنان عرضه می کنیم. احترام تلقی شدن جواب مثبت به خواسته های دیگران شهامت نگفتن را از ما گرفته است. به خصوص در جامعه‌ای که حمایت را نه از سیستم اجتماعی حاکم که بیشتر از دوستان و آشنایان می‌گیریم. در چنین شرایطی آزردن یک دوست و متعاقب آن از دست دادن حمایت او می‌تواند ضایعه‌ای تلقی شود. بنابراین در بسیاری از اوقات بدون خواست درونی خدمت یا خدماتی را به کسانی ارائه می‌کنیم به این امید که در روزی که ما نیاز داریم خدماتی از آنها دریافت کنیم. و هنگامی که این توقع برآورده نشد، احساس مغبون بودن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن در ما به وجود می‌آید. بسیاری از اوقات نیز برای نشان دادن مهر، انسانیت و دست و دلبازی خویش با گفتن عبارات عادتی مذکور در فوق اجازه نمی‌دهیم طرف مقابل حتی از ما تشکر کند، در حالی که در ذهن خویش به این گفته‌ها باور نداریم و برای خدماتمان پرونده‌ای ساخته‌ایم و حساب الطافمان را در آن با دقت نگه می‌داریم. به نظر می‌رسد اگر بتوانیم سطح توقع خویش را کمی پایین بیاوریم و از یکدیگر نبشنویم بدون اینکه مکدر شویم، خواهیم توانست به یکدیگر نبگوییم بدون اینکه نگران تکدر خاطر یکدیگر باشیم. اگر خدمت و محبتمان به دیگری را با خواست درونیمان انجام دهیم، انتظار جبران در ما کاهش یافته و احساس نامطلوب غبن در ما به وجود نمی آید. مهربانی. به اتفاق همسرم به طرف محل یک مجلس ترحیم در حال حرکت بودیم. از آن نوع مجالس تشریفاتی و عادتی که صاحب عزا بایستی ترتیب میداد و ما نیز بایستی میرفتیم. در راه که بسیار نیز دور بود مشغول غر زدن و انتقاد از آداب و رسوم دست و پاگیر خود بودیم که صداهای غریبی خبر از توقف زودرس اتومبیل داد. آن را به یک کوچه فرعی کشیدیم و به دنبال تلفن همگانی از ماشین پیاده شدیم تا به سازمان مددرسانی تلفن کرده و از آنان کمک بخواهیم. ساعت 6 بعد از ظهر یک روز زمستانی و هوا تاریک و سرما گزنده بود. کوچه خلوت و تلفنی در اطراف ما به چشم نمی‌خورد. در همین موقع اتومبیلی در چند قدمی ما روبروی منزلی پارک کرد. من بلافاصله جلو رفتم و از راننده که مشغول قفل کردن در ماشین خود بود نشان از تلفن همگانی گرفتم.
البته با این امید که پیشنهاد استفاده از تلفن منزلشان را به ما بدهد. هرچند در این مدت آموخته بودم که با اینها بایستی مستقیم حرف زد و تقاضای خود را صریحاً گفت. و چه بسا اگر چنین کرده بودم با احتمال قریب به یقین میتوانستم از تلفن منزلشان استفاده کنم، اما ترس از شنیدن پاسخ منفی و شکسته شدن غرورم مثل همیشه مانع درخواست مستقیم من شد. و آن شخص نیز آدرس یک تلفن عمومی را که در فاصله نچندان کمی تا محلی که ما ایستاده بودیم قرار داشت به من داد. من در اتومبیل ماندم و همسرم به دنبال تلفن عمومی رفت. حدود 10 دقیقه بعد خسته و سرمازده بازگشت و ما بایستی 20 دقیقه دیگر منتظر می‌ماندیم. و این بهترین فرصتی بود برای یک گپ دلپذیر که معمولاً تبدیل به یک جدال خانوادگی می‌شد. همسرم میگفت غربی‌ها نامهربانند و ما مهربان، چرا که اگر چنین حادثه‌ای در هر کجای کشور ما اتفاق می‌افتاد، همسایگان به کمک می‌آمدند و ما را به یک پیاله چای گرم و حتی شام میهمان می‌کردند. در حالی که من معتقد بودم حمایت سیستم‌ها از مردم در غرب آنان را از حمایت یکدیگر بی‌نیاز کرده و برخوردهای از این نوع که با معیارهای حاکم بر جامعه ما نامهربانی به نظر می‌آید ریشه در همین امر دارد. اما او بر این باور بود که می‌توان هم خدمات عمومی و هم حمایت سیستم را داشت و هم عواطف و مراقبت‌های مردمی را. خوشبختانه قبل از اینکه این گفتگوی دوستانه به یک تراژدی تبدیل شود تعمیرکاران رسیدند و این بار به راستی ما را نجات دادند. رفاقت، محبت یا معامله. میگفت وقتی ما صرفاً به آشنایان و دوستانمون محبت میکنیم، برای مثال اگر پشت میز اداره نشسته این کار ارباب رجوع آشنا را زودتر و بهتر راه میاندازیم، اگر قصابیم به آشنا گوشت بهتری میدهیم، اگر معلم هستیم به فرزند دوستمون ملاطفت بیشتری روا میداریم، آیا به این دلیل نیست که امید جبران آن را در روزی دور یا نزدیک داریم؟ اگر چنین است که این معامله است، نه محبت و انسانیت. لاف عشق. هموطنی میپرسید چگونه ما میتوانیم ادعای محبت و دوستی کنیم اما دوست را در تنگنایی قرار دهیم که عقیده خویش را از ما پنهان دارد یا به خاطر نرنجانیدن ما دروغ بگوید و در یک کلمه خود را از ما پنهان کند و اگر چنین نکرد از او گله کنیم. اگر مبنای روابط دوستانه خود را به جای ترس بر عشق استوار کنیم، لذت خود بودن در کنار دوست را خواهیم چشید. جبران محبت. پدر و مادر ناراحت و دلگیر بودند از اینکه پسرشان رشته تحصیلی را که آنان برایش در نظر گرفته بودند انتخاب نکرده است. پدر گله می‌کرد که من و مادرش هر آنچه در توان داشتیم برای او مایه گذاشتیم. در عین دستتنگی بهترین وسایل زندگی و تحصیل را برایش آماده کردیم و حالا انتظار نداریم که این گونه پاداش بگیریم. فرزند میگفت من با تمام وجود از محبت‌هایی که در حق من روا داشتید سپاسگزارم و در زندگی هر گونه که بتوانم آنها را تلافی می‌کنم. اگر در کودکی از من مراقبت کردید مطمئن باشید در پیری تنهایتان نخواهم گذاشت. اگر وسایل رفاه و راحتی مرا فراهم کردید من هم هر وقت که شما احتیاج داشتید تا آنجا که در توانم باشد وسایل رفاه شما را فراهم خواهم کرد. ولی از من نخواهید که به جبران محبت‌هایتان زندگیم را به راهی بیاندازم که احساس خوشبختی را از من سلب می‌کند. این منصفانه نیست که چون شما به من زندگی بخشیده و مرا بزرگ کرده اید حق انتخاب را در زندگیم از من بگیرید. اگر کمی بی‌دریغ‌تر محبت کنیم نسل پس از خود را وادار نخواهیم کرد که یا زندگی خود را در جهت رضایت ما خراب کند و یا اگر نکرد و به راه خود رفت با یک احساس گناه دائمی از این سرپیچی زندگی کند. عاطفه. یک روز از خانم خارجی که همسایه ما بود و از نزدیک او را می‌شناختم پرسیدم که چرا او به اندازه من برای فرزندان و والدینش که از او دور هستند احساس دلتنگی و نگرانی نمی‌کند. جواب داد در آنکه می‌داند آنها در شرایط مناسب و مساعدی هستند و نیز می‌داند اگر هر یک از آنها احتیاج به کمک او داشته باشند به او خبر خواهند داد. تلفن‌های مکرر جز مزاحمت برای آنها حاصلی در بر ندارد. این جواب مرا به فکر فرو برد که نکند آنچه ما نام محبت و عاطفه به آن می‌دهیم ریشه در عدم امنیت سگانه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و همچنین عدم داشتن برنامه‌ای برای زندگی خود و دلایلی از این دست داشته باشد. سپس این سوالات به ذهنم رسید. آیا ما برای عزیزی که به مأموریت در یک منطقه ناامن رفته است نگران‌تر نیستیم تا برای آنکه به یک مسافرت تفریحی رفته است؟ آیا بیشتر جویای حال آنکه بیمار است نمی‌شویم؟ آیا برای فرزندی که در شرایط مادی بدی به سر می‌برد بیشتر نگران نیستیم تا برای آنکه مرفه است؟ آیا در مجموع برای دخترانمان که آسیب پذیریشان در یک جامعه ناامن و مردسالار بیشتر است دلنگران‌تر نیستیم تا برای پسرهامان؟ و مزید بر تمامی اینها موقعی که هیچ برنامه خاصی در زندگی نداریم و بیکاریم بیشتر یاد فرزندان، والدین، بستگان و دوستان نمی‌افتیم؟ اگر
چنین است باید اذعان داشت که ما اغلب اوقات دلنگرانی‌های نشأت گرفته از وضع نابسامان جامعه‌مان را به حساب عواطف سرشار و مهر و محبت شرقی‌مان گذاشتیم و به آن مباهات نموده و غربی‌ها را برای نداشتن آن سرزنش می‌کنیم. بدیهی است این دلنگرانی‌ها، دلهره‌ها و عواطف و احساسات در شرایطی که ما زندگی کرده و می‌کنیم هم ضروری است و هم انسانی ارزشمندند. اما دو نکته را باید در نظر داشت. اول اینکه برتر دیدن خود به خاطر داشتن این خصوصیات نسبت به دیگرانی که این خصوصیات را به دلیل تغییر شرایط از دست دادن منصفانه نیست. دوم اینکه وقتی دیگر دلیلی برای گذشت، فداکاری و دلنگرانی وجود ندارد، این اعمال همان گونه که شاهدیم جز اینکه مخل آسایش ما و اطرافیان ما باشد ثمری ندارد. محبت. هموطنی با عصبانیت در حالی که قبض تلفن خود را در مشت می‌فشرد گفت تا به این خراب شده نیامده بودم نمیدانستم چه فرهنگ پرخرجی داریم. در این دیار غربت که 8 مان گرو 9 مان است هر ماه کلی باید پول تلفن بدهیم که عمه و دایی و عمو منتظرن با آنها تلفن کنیم. چرا؟ برای اینکه خوبیت ندارد. میگویند رفته خارج ما را فراموش کرده. گفتم میتوانی زیاد صحبت نکنی، فقط سلام و احوال پرسی کن و سلام. گفت نمیشود. وقتی تلفن میکنی یک سری باید حال همه را دست جمعی بپرسی. بعد باید تک به تک اسمشان را بگویی و حالشان را بپرسی. تازه اگر مثل من خیلی مقید و خجالتی باشی باید با تمام آنهایی که حضور دارن حرف بزنی. چیزی هم که برای گفتن نداری. هی آنها میپرسن شما چطورید؟ ما میگوییم خوبیم. بعد ما میپرسیم شما چطورید؟ آنها میگویند خوبم. بعد ما میپرسیم چه خبر؟ آنها میگویند خبری نیست. بعد آنها میپرسن چه خبر؟ ما میگوییم خبری نیست. وقتی قبض تلفن میآید میبینی کلی پول این را داده ای که هیچ خبری نبوده و همه حالشان خوب بوده است. گفتم بالاخره هر چیزی تاوانی دارد و این هم تاوان خونگرمی ها و مهربانی های ماست. مهربانی هایی که در بسیاری از مواقع به خاطر برآوردن توقع دیگران و ناشی از ترس ما از دلگیر شدن آنان است. نگذارید دیگران از ترس به شما محبت کنند. از آنان گله نکنید و آزادشان بگذارید تا هر وقت که خواستند شما را مورد مهر خویش قرار دهند. محبتی که از سر ترس یا اجبار باشد محبت نیست. جمع‌گرایی. پرسید ما که عشق و محبت و عاطفه را بیشتر از آن خود می‌دانیم و در سفر و حضر همیشه با هم هستیم، چگونه است که در ورزش‌های فردی مانند وزنه‌برداری و کشتی معمولاً موفق‌تریم تا ورزش‌های جمعی؟ پاسخ داد: تصور می‌کنم که خصوصیت جمعی بودن ما بیشتر در مسائل احساسی و عاطفی مانند میهمانی‌ها و جشن‌ها و عزاداری‌ها صادق باشد و محبت‌ها و اظهار دوستی‌ها اکثراً از سر عادت است و در بسیاری از موارد از مرحله زبانی فراتر نمی‌رود. یعنی به محض اینکه به مسائل جدی که نیاز به برنامه‌ریزی و کار و تلاش عملی دارد می‌رسیم، به خصوص اگر منافع مالی و تضاد عقیدتی در بین باشد، همین احساسات رقیق جای خود را به خود برتر بینی، منسالاری، عدم احترام به عقاید یکدیگر، حسادت و غیره می‌دهد. این خصوصیات به انضمام خصوصیات دیگری چون بر حق دیدن خود، عدم تحمل انتقاد و نیاز به مطرح شدن در ما باعث می‌شود که ما نه تنها در ورزش‌های جمعی که در هر کار جمعی دیگر کمتر به موفقیت دست یابیم. وفای به عهد. گفتم نمیدانم چرا وقتی کسی نمیتواند کاری برای شخص دیگری انجام دهد این را صراحتاً بیان نمی‌کند. حتی اگر کمترین امکانی نیز برای او در انجام آن وجود نداشته باشد، با گفتن جمله‌ای ببینم برات چیکار میتونم بکنم طرف مقابل را دلخوش و امیدوار میکنه. از طرف دیگر با اینکه این همه از قول مردانه و البته نه زنانه در فرهنگ و ادبیات ما سخن به میان آورده شده است، اما کمتر کسی در پی وفای به عهد خویش است. گفت به دلایل مختلف. یکی اینکه نگفتن به دوستان و آشنایان نه تنها به کدورت آنان می انجامد بلکه نشان ناتوانی و ضعف ما نیز محسوب می شود. دیگر اینکه مهربانی و خدمت به هم نوع در جامعه ما بر همه فرض است. بنابراین چاره ای نمی ماند جز اینکه توقع دیگران را موقتا هم که شده برآورده کرده و باعث آزردگی آنان نشویم که شاعر گفته است دانم که به دل دوست نداری ما را قربان محبت زبانیت شود. به علاوه وفای به عهد نیز مانند بسیاری چیزهای دیگر در جوامع نابرابر بستگی تام به این دارد که عهد را با چه کسی بسته باشیم: پایین دستی ها یا بالا دستی ها، خودی ها یا غریبه ها، سلطه‌گران یا سلطه پذیران. در جستجوی حامی هموطنی میپرسید چرا وقتی کسی را به ما معرفی میکنند در صورتی که نام فامیل او مشابه نام فامیل یکی از آشنایان ما باشد بلافاصله از نسبت خویشاوندیش با آن شخص سوال میکنیم، یا مثلا اگر نام فامیلش مشابه نام فامیل خودمان باشد از محل تولدش میپرسیم و خوشحال میشویم
اگر نسبتی با آن آشنای ما داشته یا محل تولدش با ما یکی باشد. این هموطن میگفت که در مدت 20 سالی که در کشورهای غربی و در ارتباط نزدیک با شهروندان این کشورها زندگی کرده، اولا کمتر دیده که افراد یکدیگر را با نام فامیل بخوانند و ثانیاً هیچگاه نشنیده که مثلا شخصی که نام فامیلش جانسون است از شخص دیگری با همین نام بپرسد که آیا او از جانسون های ملبورن است یا با آقای جانسونی که در شرکت برق کار میکند نسبتی دارد یا خیر. شاید این پدیده را نیست که خود یکی از جلوه های جمع‌گرایی بین ماست و گاه از آن به خونگرمی یاد می شود بتوان به شرایط حاکم بر جامعه ما مرتبط دانست. در جوامعی که امنیت اقتصادی وجود ندارد و قانون حمایت از شهروندان را به عهده نمیگیرد، تلاش در تنازع بقا مردم را وامی دارد که این حمایت را به گونه متقابل از یکدیگر بگیرند. طبیعی است در چنین شرایطی هرچه افراد، دوستان و آشنایان بیشتری داشته باشند که بتوانند در مواقع مقتضی گرهی از مشکلات آنها بگشایند، بر احساس امنیت آنان افزوده می شود. خوشنودی از وجود رابطه خویشاوندی شخص تازه معرفی شده یا دوست یا اقوام ما به این خاطر است که می توانیم او را نیز دوست خویش دانسته و روی حمایت‌های احتمالی او در روز مبادا حساب کنیم. بدیهی است هرچه فرد جدید در موقعیت بالاتری باشد، خوشحالی ما از آشنایی با او بیشتر خواهد شد. این حمایت‌های متقابل تنها به افراد خانواده و فامیل، دوستان و آشنایان محدود نمی‌گردد، بلکه دامنه خود را به همسایگان، همکاران و گاه همشهری‌ها نیز می‌کشاند. تعصبات یا حمیت‌های صنفی و گروهی یا قومی و قبیله‌ای به حمایت‌های متقابلی از این نوع اطلاق می‌گردد. این حمیت‌ها بین ما گاه قوی‌تر از حمیت ملی است، به این معنا که در یک کشور خارجی دو همشهری بیشتر از دیدن یکدیگر خوشحال و به تبع آن تمایل به حمایت از یکدیگر دارند تا دو ایرانی. شادروان مهدی بازرگان در کتاب سازگاری ایرانی در رابطه با این خصوصیت ما چنین میگوید: در فرهنگ ملی و قدیمی ما مفاهیم ملت، ملیت، دولت یا ایرانیت خیلی به ندرت دیده می شود. غیر از فردوسی، سایر بزرگان و شعرای ما چون سعدی، حافظ، خیام و مولوی نامهای مملکت، ملت و ایران را به کار نبرده یا استثناءً به کار بردند. فقط در قرن اخیر تماس با اروپایی‌ها و تقلید و شیوع کلمات و افکار آنها واژه‌های وطن و دولت را بر سر زبانها و قلمها انداخته است. هنوز هم به خوبی دیده می شود که وقتی از ده به شهر می آیید و از شهرهای کوچکتر به بزرگتر و به سطح کشور بالا می روید، روح علاقه‌مندی و درک دلبستگی کم می شود. مردم ایران انتساب و افتخارشان به دهات و شهرها و حتی به محلات و کوچه ها بوده و آثار آن در نامهای خانوادگی و تاریخی باقی است. یک نفر از رشت یا گلپایگان که به تهران می آید سعی دارد با همشهری‌هایش آمیزش کند. عشق و تعصب‌های محلی و خانوادگی و شخصی خیلی قوی‌تر از روح ملی است. از طرفی وقتی شرایطی که منجر به شکلگیری رفتاری بین مردم یک جامعه می شود تداوم یابد، آن رفتار در تکرار خویش به صورت عادت در می آید. اگر می بینیم که امروزه به محض شنیدن نامی آشنا سوالاتی نظیرش آیا شما با آقای فلانی آشنایی دارید، آیا شما از اهالی فلان جا هستید بر ذهنمان گذشته و بر زبانمان جاری می گردد، حتی اگر نیازی به حمایت شخص مذکور نداشته یا امکان برآورده شدن نیازی از جانب او نباشد، ریشه در همین امر دارد. اما عوارض جانبی منفی آن، به خصوص وقتی که شرایط اجتماعی رو به تغییر است، را نباید از نظر دور داشت. برای مثال تقسیم افراد به دو گروه آشنا و غریبه و پایمال کردن حق غریبه ها برای حمایت از کدی‌ها که به رجحان رابطه بر ضابطه یا پارتی بازی معروف است. خصوصیاتی که اکنون به مانعی در راه رسیدن به دموکراسی در جامعه ما تبدیل شده است. یکی دیگر از آثار این فرهنگ جمع‌گرایانه این است که افتخار موفقیت یک فرد نصیب افراد خانواده، فامیل و حتی همشهری‌هایش می‌گردد، بدون اینکه آنها در این موفقیت هیچ نقش و سهمی داشته باشند. به عنوان مثال، افتخار ایرانی‌ها به مولانا و فردوسی، افتخار شیرازی‌ها به سعدی و حافظ، افتخار خانواده‌ها و اقوام شاعران و هنرمندان و سیاستمداران یا قدرتمندان به آنها. شاید عبارت طنزآلود من آنم که رستم بود پهلوان به همین نکته اشاره داشته باشد. از سوی دیگر، سکه کسب افتخار از موفقیت نزدیکان، سوخته شدن به گناه آنان است. کم شاهد نبوده ایم که یک خانواده، فامیل یا قوم شرمساری گناه کسی را تحمل کردند که کوچکترین نقشی در انجام آن نداشته یا حتی تلاش زیادی در متوقف کردن آن کردند. متاسفانه این مسئله به خطا و گناه نیز محدود نمی شود، بلکه هر نقطه ضعفی
بر مبنای معیارهای جامعه ما در یک شخص میتواند چکش حقارتی در دست دیگری شود که هر آن بتواند با آن بر سر بستگان او بکوبد. برای مثال وجود یک بیمار روانی یا مجرم در فامیل زن در جوامع مردسالار، حتی اگر این بیمار روانی آن مجرم 7 کفن پوسانده باشد، این امکان را برای همسر به وجود می آورد که در هر مسئله‌ای، حتی شور شدن غذا یا شکستن یک لیوان که منجر به بحث لفظی بین آن دو شود، پرونده این شخص را از بایگانی بیرون آورده و به عنوان برگ برنده از آن استفاده کند و با گفتن این جمله که اصلا تمام فامیل تو دیوانه هستند، طرف محکوم و بحث مختومه اعلام گردد. یکی از دلایلی که افراد در مورد خود و خانوادهشان به یکدیگر دروغ میگویند، مشکلاتشان را پنهان و موفقیت‌هایشان را بزرگ جلوه می‌دهند و حتی دست به تظاهر و لاف زدن می‌زنند، همین نگاه قبیله‌ای و برخورد غیر منصفانه است. طبیعتاً در جوامعی که اکثریت شهروندان از حداقل امکانات زندگی برخوردار و تقریباً همگان تحت حمایت قانون قرار دارند، کسب حمایت از یکدیگر لزوم چندانی پیدا نمی‌کند و به همین دلیل در این جوامع تعصبات ملی، شهری، قبیله‌ای، محلی و حتی خانوادگی بسیار کمرنگ شده است. در حقیقت این جوامع بیشتر مجموعه‌ای از افراد هستند تا مجموعه‌ای از هم شهری‌ها، هم دین‌ها، هم محله‌ها، هم قوم‌ها، هم قبیله‌ها. و اگر در این جوامع از تبار و نسبت یکدیگر سؤال نمی‌کنند، ریشه در همین مقوله دارد. این مسئله نه تنها به اولویت ضابطه و قانون و رابطه در این جوامع انجامیده، بلکه کمتر کسی افتخار موفقیت دیگری نصیبش می شود. بار خجالت گناه دیگری را به دوش می کشد و تقاص گناه دیگری را پس می دهد. غریب نوازی. بین چند خانواده دانشجوی ایرانی بحث بر سر تمایل به ماندن در استرالیا یا برگشتن به وطن بود. در بین تمامی زنان حاضر در آن جلسه فقط همسر یکی از دانشجویان تمایل آشکاری به بازگشت به ایران داشت و آن خانمی آمریکایی بود. هنگامی که او تعجب همه ما را از این تمایل در چهره‌هایمان مشاهده کرد، برایمان گفت که در شهرستانی که او زندگی می‌کند بسیاری او را می‌شناسند و برای او احترامی فوق‌العاده قائلند. خانواده‌های پولدار برای اینکه او به فرزندانشان درس خصوصی انگلیسی بدهد برایش سر و دست می‌شکنند و چند برابر پولی را که به یک لیسانس یا فوق لیسانس زبان انگلیسی ایرانی می‌دهند به او می‌پردازند، به این دلیل که می‌خواهند فرزندشان با لهجه آمریکایی زبان انگلیسی را حرف بزند. او درآمد خوبی از این راه عایدش می‌شود. در آموزشگاه زبانی نیست که او تدریس انگلیسی را به عهده دارد، بین والدین برای ثبت نام فرزندانشان در کلاس او رقابت برقرار. از همه اینها گذشته فامیل شوهرش او را خیلی دوست داشته و هوای او را بیش از عروس‌های دیگرشان دارند. ضمناً فرزندانش نیز در دبستان از توجه و علاقه بیشتری هم از جانب اولیای مدرسه و هم از طرف دانش آموزان برخوردارند، زیرا موهای بور و چشمان آبی دارند و به 2 زبان انگلیسی و فارسی تکلم می‌کنند. این خانم آمریکایی سپس چنین گفت: من و فرزندانم چگونه می‌توانستیم در آمریکا از این همه توجه، محبت و رفاه برخوردار باشیم؟ همگی ما به او حق دادیم که بخواهد به وطن ما برگردد، چرا که هر کدام از ما هم اگر در چنین موقعیتی قرار داشتیم دلمان می‌خواست که برگردیم. این خانم که زبان فارسی را به خوبی صحبت می‌کرد به ما گفت که چقدر سایر دوستانشان در ایران و افراد فامیل شوهرش از این که می‌بینند او فارسی حرف می‌زند، پختن غذاهای ایرانی را یاد گرفته و با آداب و رسوم ما آشنا شده و حتی تعارفات ما را نیز یاد گرفته، او را می‌ستایند و الحق که جمع ما نیز همه او را تحسین کردیم. اما در کنار تمامی مسائل فرهنگی دردناکی که از این مکالمه بر من مشهود شد، این سوال نیز پیش آمد که چرا وقتی یک خانم ایرانی با یک خارجی ازدواج می‌کند و به زبان خارجی حرف می‌زند و آداب و رسوم آنها را یاد می‌گیرد، ما او را به باد انتقاد گرفته و به پشت پا زدن به اصل و نسب و آداب و رسوم آبا و اجدادی و نهایتاً به غرب زدگی متهمش می‌کنیم. اما در حالت عکس نه اتهام شرق زدگی در کار است و نه انتقادی و هرچه هست تحسین است و تقدیر. آیا علتی نیست که در ذهن و باور ما یکی کوچکی است که تشبث به بزرگان و تقلید از آنان می‌نماید و این مذموم است، و دیگری بزرگی است که کوچکی و فروتنی می‌کند که این خود زیبا و پسندیده است؟ آیا به همین دلیل نیست که این غریب نوازی ما شامل حال ملیت‌های غیر غربی چون هندی و پاکستانی و افغانی و عراقی نمی‌گردد؟ اگر چنین است که ما غربی نوازیم نه غریب نواز. حوصله داشتن برای دیگران. با خود عهد کرده بودم که اگر زمانی پایم به خارج از کشور رسید،
کیستی و چیستی خود را فراموش نکنم و مثل بعضی‌ها تحت تأثیر محیط منحط و فاسد غرب قرار نگیرم. از آنانی که رفتند و آداب و رسوم خود را به فراموشی سپردند داستان‌ها شنیده بودم. مثلا اینکه وقتی دوست یا آشنایی از کشور و شهر و دیارشان به سراغشان رفته بود، او را در محیط کار تحویل نگرفته بودند و بیش از دقایقی از وقتشان را به او اختصاص نداده بودند. همانهایی که وقتی در وطن بودند به محض اینکه آشنا یا فامیلی از شهر و دیارشان میرسید کارشان را تعطیل می‌کردند یا تا هر زمانی که لازم بود در خدمت میهمانانشان و به پذیرایی از آنان سرگرم می‌شدند. اما اکنون که خود در اینجا شاغلم می‌بینم که به غیر از نیم تا 1 ساعت وقت نهار تمام مدت را بایستی کار کنم، چرا که در اینجا به اندازه چند برابر پولی که به کارمندان و کارگران می‌دهند از آنها کار می‌کشند. اکنون می‌فهمم که آن وقت‌ها و حوصله‌هایی که ما برای دیگران در وطن داشتیم و به حساب محبت شرقی خود گذاشته و با آن مباهات می‌کردیم، یا به دلیل بیکاری‌های پنهان در اداراتمان، یا از جدی نگرفتن کارها، یا از ترس دلگیر شدن دوستان و آشنایان و به قیمت فراهم آوردن رنج خودمان بود. اکنون به این باور رسیدم که همین جدی گرفتن کارهایی که از دلایل پیشرفت جامعه اینها و همان وقت کشی‌ها و بیکاری‌های پنهان ما یکی از دلایل عدم پیشرفت ماست. بتسازی. زین قدح‌های صور کم باش مست تا نگردی بت تراش و بت پرست. یک ایرانی ساکن اروپا را برای تدریس به مدت 1 ترم به یکی از دانشگاه‌های شهر سیدنی دعوت کرده بودند. در مراسم 13 به در ایشان را میان جمع کثیری از ایرانیان دیدم و چه تأسف‌بار بود آنچه که دیدم. بین بعضی از هموطنان مسابقه‌ای بر سر جلب محبت و توجه این شخص در گرفته بود، از بالا بردن او که به موازات کوچک نمودن خود صورت می‌گرفت تا التماس و اصرار به او برای قبول 1 شام یا نهار در منزلشان. خلاصه کم مانده بود عده‌ای خاک پای او را سرمه چشم نمایند. پس از مشاهده این صحنه‌ها متوجه مطالب چندی شدم. یکی این که ما مردم گاهی اوقات چه معصومانه غریب نوازیم، چرا که اگر تحسین و توجه هموطنان به خاطر علم ایشان بود عالم‌تر از او در میان جمعیت کم نبودند. دیگر اینکه ما تا چه اندازه نیاز به نزدیک کردن خود به شخصی داریم که تصور می‌کنیم آدم مهم نیست. شاید می‌خواهیم در سایه اهمیت او اهمیتی کسب کنیم. نکته دیگر این که غریب نوازی ما معمولاً تا زمانی تداوم می‌یابد که این شخص به اصطلاح مهم فاصله خویش را با ما حفظ نماید. در غیر این صورت از احترام او کاسته می‌شود. شاید به همین دلیل است که گفتند صمیمیت و نزدیکی زیاد شکننده حرمت است. عبارت سعدی در گلستان آنجا که میگوید لطف بی وقت هیبت ببرد اشاره به همین مطلب دارد. هرچند گاهی مشاهده می‌شود از آنجا که گفتند کار از محکم کاری عیب نمی‌کند، بعضی از اشخاص مهم لطف با وقت هم نمی‌کنند. علاوه بر این دریافتم که چقدر همین بت کردن‌ها باعث می‌شود که اشخاص بت شده از بقیه نیز توقع کوچکی و دستبوسی داشته و در راستای همین احساس نتوانند کمترین انتقادی را پذیرا شوند. متاسفانه همین بزرگ کردن‌ها و بتسازی‌ها و قهرمان پروری‌های ما در طول تاریخ باعث شده که بقیه افراد در حاشیه قرار بگیرند، به طوری که نه خود شهامت نشان دادن قابلیت‌های خود را داشته باشند و نه جامعه متوجه کارایی و استعدادهای آنها بشود. طبیعی است که وقتی کسی را خورشید کردیم نور هیچ چراغ و شمعی در برابر آن دیده نمی‌شود. چراغ‌ها و شمع‌هایی که هر یک در جوامع غیر بتساز و غیر بت پرست می‌توانند رشد کنند و نوری معادل نور خورشید از خود ساطع کنند. چراغ‌ها و شمع‌هایی که به جوامع غیر بتساز و غیر بت پرست مهاجرت کرده و در آنجا نورافشانی می‌کنند. آنگاه همان مردم و وطنی که آنها را با بی‌توجهی و بی‌مهری از خود رانده بود آغوش می‌گشاید و به داشتن چنین افرادی بر خود می‌بالد. رنجی که از تفاوت فرهنگی می‌بریم. وقتی از دانشجوی خارجی هم اتاقم خواستم از استاد راهنمای مشترکمان بپرسد که آیا کاری برای من در اینجا پیدا می‌شود یا نه، با تعجب پرسید چرا خودت نمی‌پرسی؟ گفتم چند بار غیر مستقیم در حاشیه صحبت‌های اصلی این مسئله را مطرح کردم، ولی مثل اینکه او مقصود مرا نمی‌فهمد و بدون توجه از کنار مسئله می‌گذرد. گفت اینجا اگر از کسی چیزی می‌خواهی باید مستقیما و با صراحت آن را بگویی. در بین ما در لفافه سخن گفتن رسم نیست. من این حالت را در تعدادی دیگر از دانشجویان عرب، ترک، سریلانکایی، هندی و بنگلادشی نیز دیدم. اصطلاحی داریم که میگوید به روم که میروی بایستی مانند رومیان رفتار کنی. از او تشکر کردم و از خیر کار گذشتم، اما این ماجرا مرا به فکر واداشت که به راستی چه چیز مانع می‌شود که بسیاری از ما نتوانیم مستقیم و صریح حرفمان را بزنیم یا تقاضای کمک یا راهنمایی از کسی بکنیم. آیا ما از شنیدن جواب منفی می‌هراسیم؟
به این دلیل که به نشنیدن عادت نکرده ایم و آن را معادل بی احترامی به خود تلقی می‌کنیم، یا اینکه به خاطر زندگی در جامعه‌ای که نیازمند را تحقیر می‌کرده‌اند ما عادت کرده ایم نیازمان را از دیگران پنهان داشته و در شرایط خیلی اضطراری غیر مستقیم مطرح کنیم. هر دلیلی که این مسئله داشته باشد، باید گفت ما مهاجران شرقی در بسیاری از موارد به دلیل تفاوت‌های فرهنگی خود با اینان نه تنها به موفقیت‌هایی که در خور ماست نائل نمی‌شویم، بلکه درد این تفاوت‌ها را در غربت هر روز به نوعی احساس می‌کنیم. خونگرمی. در یک نشست چند فرهنگی یکی از شرکت کنندگان خارجی هنگامی که دانست من ایرانی هستم گفت به نظر می‌رسد شما ایرانی‌ها ملت خونگرمی باشید، چرا که من چند بار شاهد بودم هموطنان شما پس از آشنایی با یکدیگر مانند دوستان قدیمی ساعت‌ها به صحبت ایستادند. وقتی نظر این خارجی را به هموطن دیگری که در جلسه بود بازگو کردم، گفت اگر ملت را گروهی از افراد بدانیم که مشکلات، دردها و نابسامانی‌های مشابهی دارند، ما ایرانی‌ها می‌توانیم خود را یکی از ملت‌ترین ملت‌های جهان بدانیم. چرا که دو غربی هموطن در هر کجای دنیا که یکدیگر را ملاقات کنند، اولا چندان اجبار و اصرار و نیازی به مراوده کردن با یکدیگر در خود احساس نمی‌کنند، چرا که حرف زیادی برای گفتن به یکدیگر ندارند، به غیر از مقصد و مسیر و مدت توقفشان که از آن نیز به ندرت با یکدیگر صحبت می‌کنند. در حالی که دو ایرانی در هر کجای جهان که یکدیگر را ببینند، به خصوص اگر تنها و غریب باشند، به هم جلب می‌شوند. به این دلیل که وطن سراسر درد است و هموطن هم درد و هم درد مونس. اکثریت ما حرف‌های بسیار برای نقد کردن داریم، از چگونگی خروجمان از کشور تا خاطرات جنگ و بمباران‌ها، محاصره اقتصادی، نابسامانی‌های داخل کشور و بالاخره آخرین اخبار راجع به اوضاع داخلی. و چون هنگام اولین ملاقات معمولاً وقت کافی برای گفت و شنود در مورد همه این مسائل را نداریم، آدرس‌ها و شماره تلفن‌ها رد و بدل می‌شود که در اولین فرصت یکدیگر را ببینیم و نه تنها مسائل کشور خود و خاورمیانه که مشکلات جهان بشری را حل کنیم. غربی‌ها که نمی‌دانند ما درباره چه چیز حرف می‌زنیم، این نوع برخورد ما را با یکدیگر به حساب خونگرمی ذاتی ما می‌گذارند. آنها نمی‌دانند که اگر ما نیز زمانی به رفاه، امنیت و عدالت اجتماعی اینان برسیم، ممکن است مانند آنها خونسرد و کم حرف شویم. چرا که آدمی که همه چیز بر وفق مرادش است با آدم دیگری در همین شرایط چه حرفی برای گفتن دارد جز از هوا و تعطیلات آخر هفته و مسابقات ورزشی. در دو رنج است که انسان‌ها را نیازمند به یکدیگر می‌کند. از این روز که ما واژه همدرد داریم اما واژه همشادی یا همخوشی نداریم. موازین فرهنگی ما. مجله ای را که مدت‌ها مشغول خواندن اون بود کنار گذاشته گفت رد پای دلخوری‌های قدیمی، کینه‌های شخصی، رفاقت‌ها و نان قرض دادن‌ها را هم در بعضی از نقدهای ادبی و اجتماعی و سیاسی می‌توان دید و هم در معرفی بعضی از کتاب‌ها. کاملا مشخص است که اگر از قیافه کسی خوشمان بیاید یا شب قبل در منزلش میهمان بوده باشیم از نوشته‌هایش تعریف می‌کنیم، اما اگر از یک حرف یا حرکت او خوشمان نیامده باشد شعر یا مقاله‌اش را حتی گاه ناخوانده به درد نخور اعلام می‌داریم. یعنی هم تأییدمان هم تکذیبمان آلوده به حب و بغض شخصی و به عبارتی احساسی است، نه خردمندانه و عادلانه. یکی از دلایل چنین برخوردهایی را می‌توان در موازینی یافت که به لحاظ اخلاقی به ما توصیه شده. توصیه‌های انسانی که موجب می‌شدند عدالتی را که سیستم حکومتی و قانون در جامعه به وجود نمی‌آورده توسط مردم ایجاد شود. توصیه‌هایی چون رعایت همسایه، حرمت دوست، حرمت فامیل و حرمت نان و نمک. حرمت‌هایی که به معنای محبت کردن به دیگران و سپاسگزار بودن از خدمات و محبت‌های آنان بود. متاسفانه این توصیه‌ها در طول زمان با افراطی که در راه انجام آنها در پیش گرفتیم تغییر ماهیت دادند و به جای برقراری عدالت به بی‌عدالتی بیشتر در جامعه دامن زدند. برای مثال ما امروزه نمی‌توانیم در مقابل حرف نادرست کسی به حرمت اینکه در خانه ما مهمان بوده یا در خانه‌اش مهمان بوده این بایستیم، چرا که به شکستن حرمت نان و نمک متهم می‌شویم. به همین ترتیب با جواب منفی دادن به درخواست یک دوست به زیر پا گذاشتن حق و حرمت دوستی، با سرپیچی کردن از فرمان غیر اصولی پدر یا معلم به شکستن حرمت پدر و معلم و بالاخره با اعتراض به حرف ناحقی که از دهان سالمندی در آمده به شکستن حرمت موی سفید متهم می‌گردیم. بدون شک اجرای جدی قانونی که از حق انسان صرف نظر از کیستی و چیستی او دفاع کند ضامن برقراری عدالت در جامعه است، اما پایبند بودن به حفظ نادرست این موازین هم از جانب مردم هم از جانب مأمورین اجرای قانون میتواند مانع بزرگی در این راه باشد.
به طور حتم اجرای درست این قوانین تدریجاً بسیاری را از برج‌های عاج خود به پایین خواهد کشید و آنها را معادل دیگران قرار خواهد داد. اما به هر حال هر دستاوردی بهایی دارد که بایستی پرداخته شود. بهای قانونگرایی را هم پدر بزرگی باید بپردازد که موی سپیدش دیگر برایش امتیاز نمی آورد و هم آن صاحب منصبی که قانون ملاحظه موقعیت و مقام او را در برابر کارمندی که محق است نمی کند. اما همان پدر بزرگ باید بداند که در ازای از دست دادن آن امتیاز فرزندان و نوه‌هایش در پناه همان قانون عادلانه زندگی خواهند کرد و از حق آن صاحب منصب نیز در برابر مافوقش دفاع خواهد شد. فراموش نیز نکنیم که هر چند قرن پیش قراول مطرح کردن حقوق برابر انسانی، آزادی و دموکراسی بوده و تا اندازه‌ای نیز به این هدف نزدیک شده، اما این مقولات مایملک او نیستند، بلکه به تمامی بشریت تعلق دارند و شایسته نیست انسانها را به خاطر آزادی خواهی و عدالت جوییشان به غرب زدگی متهمشان کرد. اگر می‌خواهیم به موازین فرهنگی خیش وفادار بمانیم، باید قید برابری و عدالت اجتماعی و آزادی را بزنیم. و اگر به دنبال دستیابی به جامعه‌ای با عدالت اجتماعی، برابری و آزادی هستیم، باید بسیاری از قوانین و آداب و عادات فرهنگی خیش را کنار گذاشته یا شدیداً تعدیل کنیم. مردمداری یکی از ویژگی‌های مطلوب و پسندیده قومی ماست و مراد از آن انجام اعمالی است در جهت خوشنود کردن مردم. اما به نظر می‌رسد که مراد از مردم نیست، نه تمامی آدم‌ها، بلکه آنهایی هستند که یا با ما در رابطه بدهوبستانی هستند و ما نمی‌خواهیم آنها را از خود برنجانیم، یا در مقام موقعیتی هستند که می‌توانند گرهی از کار ما بگشایند یا نانمان را آجر کنند. از طرفی چون تعریف و تمجید و تعارف و اظهار بندگی و ارادت باعث خوشحالی و شنیدن نظرات مخالف یا انتقاد باعث ناراحتی می‌شود، مردمداری افراد را مجبور می‌کند که تعریف را در روبرو و انتقاد را در پشت سر یکدیگر بکنند. البته این اعمال شاید در جوامع مشابه جامعه ما که مردم حمایت را از یکدیگر به دست می‌آورند تا اندازه‌ای منطقی و قابل قبول به نظر برسد. اما هستند کسانی که بدون وجود هیچ یک از دلایل فوق دست به این اعمال می‌زنند. برای مثال در اجتماعات فرهنگی که در خارج از کشور تشکیل می‌شود، به کرات شاهد بودم که اشخاصی از سخنرانی ایراد شده یا اشعار خوانده شده انتقاد نمودند، ولی در هنگام تنفس با زحمت زیاد خود را به سخنران یا شاعر که در میان جمع مدعوین مشغول چای خوردن و صحبت بوده رسانده و به تعریف و تمجید از او پرداختند. مشاهده این افراد این گفته مرحوم جمالزاده را به یاد می‌آورد که مردم دنیا اگر دروغی بگویند برای منفعتی است، اما ایرانی‌ها محض رضای خدا دروغ می‌گویند. با کم کردن تعریف و تمجیدهای غیر ضروری از یکدیگر قدمی در راه بهبود وضع فرهنگی خیش برداریم. لازم به ذکر است که پاورقی‌ها به دلیل وقفه‌ای که در خواندن نوشتارها به وجود می‌آوردند از فایل‌های صوتی حذف شدند. از آنجا که این پاورقی‌ها حاوی نکات جالب و همچنین توضیحاتی در جهت رفع سوء تفاهمات احتمالی خوانندگان میباشند، از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود به نسخه چاپی کتاب و یا فایل‌های نوشتاری آن که به صورت PDF در کانال تلگرامی در اسارت فرهنگ قرار داده شده‌اند رجوع نمایند. در اسارت فرهنگ، ریشه‌یابی خلق و خو، آداب و عادات ما ایرانی‌ها، انتشارات صمدیه 1395، نویسنده و راوی طاهره شیخ الاسلام، قسمت 7، صفحات 135 تا 147، ضمیمه باب اول، برخورد هموطنان مقیم استرالیا با کتاب ما چرا چنین شدیم. کتاب حاضر همان گونه که در مقدمه اشاره شد به دنبال و در تکمیل کتابی نگاشته شد که در سال 1379 در سیدنی استرالیا با نام ما چرا چنین شدیم به چاپ رسید. این کتاب موجب بروز واکنش‌هایی از طرف هموطنان مقیم و موجب اشراف بیشتر من بر فرهنگ رفتاری و گفتاری من شد و در نهایت به نگارش کتاب در اسارت فرهنگ انجامید. بی مناسبت نمی بینم که قبل از بیان شمه‌ای از واکنش‌های هموطنان اشاره‌ای کوتاه به مشکلاتی بنمایم که مانع از نقد سازنده و منصفانه بین ما می شود. هر کس که کتابی را می خواند می تواند در مورد آن نظر خویش را ابراز دارد، اما نقد یک کتاب منوط به وجود ویژگی‌های علمی و اخلاقی چندی است.
ویژگی‌های علمی شامل داشتن دانشی فراتر از دانش نویسنده، دارا بودن هنر تجزیه و تحلیل و کشف نکات پنهان در کتاب و بالاخره قدرت راهنمایی نویسنده و ویژگی‌های اخلاقی شامل داشتن ذهنی خالی از تعصبات دوستی، کاری، مسلکی، قومی، مذهبی یا ملی است. متاسفانه شرایط حاکم بر جامعه ما در طول تاریخ همان گونه که مشاهده کردیم خصوصیاتی را در ما به وجود آورده که نقد سالم را نیز با دشواری‌هایی روبرو کرده است. برخی از این خصوصیات را به شرح زیر میتوان برشمرد. تقدم و تأثیر احساس بر عقیده. قضاوت ما در مورد شخصیت و کار دیگران معمولاً از احساس ما نسبت به آنان و احساس ما نیز از نوع و چگونگی رابطه ما با آنها تأثیر می‌پذیرد. از آنجایی که این رابطه اغلب در اثر یک حادثه کوچک مانند یک دیدار کوتاه با شخص یا شنیدن حرفی در مورد او یا نقل قولی از جانب او به وجود می‌آید، دو حالت بیشتر برای آن متصور نیست: یا بد است یا خوب. چون این خوبی و بدی یا سیاه و سفید دیدن به تمام وجوه فرد تعمیم داده می شود، هرچه مربوط به اوست، در این مورد به خصوص کتاب یا مقاله، یا خوب دیده می شود یا بد. این وضعیت حتی گاهی باعث می شود که توجه نقاد به جای اثر به مؤثر معطوف گردد، یعنی به جای بررسی کتاب به شخصیت و کیستی نویسنده پرداخته شود. تقدم رابطه بر ضابطه. از آنجایی که سلسله مراتب پلکانی یا همان هرم اجتماعی حاکم بر جامعه تقریباً در تمامی سطوح کم یا بیش برقرار است، جایگاه نقاد نسبت به نویسنده نمیتواند در نقد و نظر او بی تأثیر باشد. این مسئله اصولاً از آنجا اهمیت پیدا می کند که همان گونه که ذکر شد، تعریف و تمجید در میان ما احترام تلقی شده و بنابراین نقد و انتقاد را به حساب بی احترامی می‌گذاریم. این برداشت غلط اما ناگزیر باعث می شود نه تنها نویسندگان ما نقدی که اشاره به نقاط ضعف آنان کند را بی احترامی تلقی کرده و برنتابند، بلکه نقادان را نیز بر آن می‌دارد که در جهت ابراز احترام به نویسندگانی که از معروفیت برخوردار بوده یا رابطه دوستی و همکاری در بین آنهاست، از کار آنان فقط تعریف نموده یا با احتیاط بیشتری دست به نقد آن بزنند. طبیعتاً اگر این رابطه احترامی را طلب نکند، امکان انتقاد غیر منصفانه نیز به وجود می آید. یکی از دلایل این که تاکنون کمتر به نقد درستی از مشاهیر ادبی ما پرداخته شده همین است: ترس از مورد خشم و اعتراض قرار گرفتن توسط جامعه‌ای که از این مشاهیر بت ساختند و کمتر از گلی را توهین به ساحت مقدس آنها تلقی می کنند، شهامت و جسارت نقد را از بسیاری از نقادان ما گرفته است. از طرفی باز به این دلیل که روی حرف بزرگترها حرف زدن نیز در فرهنگ ما بی احترامی تلقی می گردد، دنبال روی از بزرگان ادب صرف نظر از درست یا غلط بودن نظرات آنان در راستای حفظ احترام آنها رایج می گردد. بدین معنا که اگر شخص معتبر و معروفی در نقد کتابی راه خطا رفته یا از جاده انصاف خارج شده باشد، شاید کمتر کسی تمایل به تصحیح او یا اظهار نظری مخالف آن داشته باشد. این موانع فرهنگی همه موجب سلب قدرت تفکر شخصی، ارائه خالصانه نظرات و در نهایت دور شدن از جاده عدالت می شود. شکاکیت و توطئه نگری. دلایل متفاوتی که به معدودی از آنها در کتاب حاضر پرداخته شده باعث گردیده که ما در پشت هر حرکت و صحبت و نوشته‌ای توطئه‌ای را نهفته بدانیم و نتوانیم نگاه منصفانه‌ای به حوادث، قضایا و از جمله کتاب‌ها داشته باشیم. تنگ نظری و عمومیت دادن. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که اگر کسی حتی در یک مورد با ما اختلاف نظر و عقیده داشته باشد، خط بطلانی بر کل وجود او بکشیم و دیگر حتی گاه یک سخن درست در گفته‌ها و نوشته‌هایش نیابیم. حفظ حرمت نان و نمک و جبران محبت. حفظ غیر اصولی حرمت نان و نمک ممکن است گاه مانع از نقد منصفانه و سازنده توسط منتقدی شود که با نویسنده یا شاعر بر سر یک سفره نشستند.
به همین منوال جبران غیر معقول محبت نیز باعث می شود که اگر شاعر یا نویسنده‌ای در مورد یکی از همقطاران خود نظر مساعدی ابراز داشت، او نیز در قید جبران قرار گرفته و از نوشته‌ها یا اشعار او متقابلا تعریف نماید، چرا که در غیر این صورت علاوه بر متهم شدن به نامردی و بی‌معرفتی، این احتمال هست که روابط دوستانه آنان به روابط خصمانه مبدل شود. رد پای این بده و بستان‌های ادبی را در نشریاتی که در خارج از کشور به نقد و بررسی و معرفی کتاب‌ها می‌پردازند، بیشتر در قالب تعریف و تمجیدهای دو جانبه یا انتقادهای دو جانبه می‌توان دید. غفلت از پیام اصلی کتاب. گاه مشاهده می شود که در نقد یک کتاب از موضوع اساسی مورد بحث در کتاب غفلت و به مسائل جزئی و حاشیه‌ای مطرح شده یا اشکالات و ایرادات بی اهمیت در آن پرداخته می شود. با توجه به اینکه بسیاری از کتاب‌ها از طریق نقد آنها به مردم معرفی می گردند، این امر ممکن است به انحراف خوانندگان بیانجامد. با توجه به اینکه هر یک از خصوصیات مذکور در این بخش به تنهایی قادر خواهد بود منتقد را از جاده انصاف منحرف کند، می توان تصور کرد که تمامی آنها چه بر سر نقد سازنده خواهند آورد، به خصوص اگر خلقیات دیگری چون مبالغه، بزرگ کردن عیب‌ها، کوچک نشان دادن یا نادیده گرفتن نقاط قوت و غیره نیز به آنها اضافه شود. اما علی‌رغم آنچه که بیان شد، وجود منتقدین منصف و سلیم النفس در جامعه کنونی ایران این امید را در دل به وجود می آورد که می توان به موانع فرهنگی موجود غالب آمده و ضوابط و معیارهای اخلاق حرفه‌ای را جایگزین موازین فرهنگی بنیاد شده بر ناامنی، نابرابری و روابط نمود. نکته‌ها، مشاهدات و گفتگوها. از کدامینشان بگویم؟ چند ماهی از چاپ کتاب ما چرا چنین شدیم نگذشته بود که دوستی از ایران به من تلفن کرد و از واکنش مردم نسبت به کتاب از من پرسید. به او گفتم تیراژ بسیار کم کتاب و عدم امکان معرفی و توزیع آن به علاوه عدم علاقه مردم به کتاب و کتابخوانی باعث شد که تعداد کمی از افراد این کتاب را مطالعه کنند که از میان آن انگشت شماری با تمامی مطالب عنوان شده در آن موافق بودند و اکثریتی با تمامی آن مخالف. در میان مخالفین افرادی بودند که چون کتاب با نام خدا آغاز شده بود مرا حزب اللهی دانستند و کتاب را تله‌ای برای شناسایی مخالفان. بودند کسانی که وقتی دانستند برای ادامه تحصیل آمده‌ام مرا جاسوس خواندند و اتهام چند فقر قتل را نیز بر من بستند. بودند آقایانی که به خاطر اینکه گفته بودم با همسرانشان مهربانتر باشند مرا فمینیست خواندند و بودند خانم‌هایی که به این دلیل که گفته بودم حقوق زنان را بایستی در جایگاه خودشان با آنان تفویض کرد و نه با تبدیل کردن آنان به مرد مرا امول و عقب مانده نامیدند. بودند کسانی که پس از مطالعه فقط چند صفحه از کتاب آن را بستند و حکم کلی ضاله بودن برایش صادر کردند و نیز بودند معدودی که فقط به استناد گفته دوستانشان با کتاب مخالفت کردند. هموطنانی نیز به رادیوهای فارسی زبان تلفن کردند. یکی از آنان اظهار داشت که در تمامی کتاب یک جمله درست نیافته است. دیگری گفت کتاب را نخوانده است اما با آن مخالف است و جالبتر از او کسی بود که به خاطر اختلاف نظری که ما بر سر یک فیلم سینمایی داشتیم، یعنی عدم علاقه من به فیلم مورد علاقه او، کل وجود من و به طبع کتاب را زیر سوال بود. از هموطنی که دستی به قلم داشت و بیشتر عمرش را در اروپا سپری کرده بود بگویم که در خلال یک مکالمه تلفنی با لحنی آرام اما تهدیدآمیز به من گفت که این توانایی را در خود سراغ دارد که به خاطر مشابهت رنگ‌های جلد کتاب با رنگ‌های پرچم آمریکا و استرالیا مقاله‌ای علیه من نوشته و هموطنان را علیه من بشوراند. از گوینده رادیوی سراسری ایرانیان در استرالیا بگویم که ضمن ارسال کتاب از او خواسته بودم در صورت امکان آن را به مردم معرفی نماید، اما هنگامی که دانست یکی دیگر از رادیوهای فارسی زبان محلی با من قرار مصاحبه گذاشته است از معرفی کتاب امتناع کرد. و یا از گوینده رادیوی محلی بگویم که وقتی مسئله را با او در میان گذاشتم با لحنی تهدیدآمیز به من گفت اگر کتاب اول از طریق رادیوی سراسری معرفی شود او نیز از مصاحبه با من معذور خواهد بود. یا از دوستان صمیمی بگویم که بدون هیچ گونه توضیحی
از من فاصله گرفته و سپس با من قطع رابطه کردند. از کدامینشان بگویم؟ ببینیم چه میگوید، نبینیم که میگوید. نخستین نقدی که توسط هموطنی اهل قلم و میان سال در یکی از نشریات هفتگی ایرانی در سیدنی به چاپ رسید، در رابطه با نقل قول‌هایی بود که از کتاب خلقیات ما ایرانیان نوشته محمد علی جمالزاده در این کتاب شده بود. این هموطن نوشته بود چون آقای جمالزاده بیشتر عمرش را در اروپا زندگی می‌کرده، پس به ایران و ایرانیان هیچ گونه علاقه‌ای نداشته و چون علاقه نداشته بنابراین حرف‌هایش از سر کینه و غرض ورزی بوده و من نباید از ایشان نقل قول می‌کردم. با توجه به اینکه ممکن است کسانی از میان خوانندگان این کتاب نیز اعتراض مشابهی نه تنها به آقای جمالزاده بلکه به شخص من که مانند ایشان در خارج از کشور زندگی می‌کنم داشته باشند، باید بگویم که به باور من نه بودن در ایران نشانه عشق به ایران و ایرانی است و نه نبودن در ایران نشانه عدم علاقه به ایران. از طرف دیگر نه دوست داشتن شخص، کشور یا چیزی دلیل بر حق بودن قضاوت ما درباره آن است و نه عدم علاقه ما دلیل نادرستی قضاوت ما. نکته قابل توجه دیگر این است که اگر آن زمان کتاب خلقیات ما ایرانیان چاپ شده بود، به جای برخوردهایی از این دست کمی اصولی‌تر و منطقی‌تر با آن برخورد شده بود و به جای حمله به شخص نویسنده به حرفهای او توجه می‌کردند، آن کتاب 100 و چند صفحه‌ای آن روز به این کتاب 400 و چند صفحه‌ای امروز تبدیل نمی‌شد. به طور حتم اگر با این کتاب نیز همین گونه برخورد شود، چند دهه دیگر کتابی قطورتر در رابطه با خلق و خوی ما به نگارش در خواهد آمد و این امر تا روزی که ما با عدل و انصاف کلاهمان را قاضی نکنیم و جسارت روبرو شدن با خود و حل مشکلاتمان را نیابیم ادامه خواهد یافت. اقلن دلمان خنک میشد. یکی از هموطنان رو به من کرد و با خشم گفت: تو که این همه از آزادی و حقوق انسانی در این کشورها گفتی، آیا می‌دانی که در کمپ‌های پناهجویان در همین کشورهای مدرن چه رفتارهای غیر انسانی با پناهندگان جهان سوم می‌کنند؟ آیا می‌دانی دست این استرالیایی‌ها و آمریکایی‌ها تا مرفق به خون بومی‌های سرزمین‌هایی که اشغال کرده‌اند آلوده است؟ آیا می‌دانی که بهای آبادی این چند کشور خرابی بقیه کشورهای جهان است؟ اگر می‌دانی چرا در کتاب خود اشاره‌ای به این چیزها نکردی؟ گفتم اینها را می‌دانم، اما آنچه را که نمی‌دانم این است که جنایات حکومت‌های این کشورها چه ارتباطی با موضوع اصلی این کتاب که اثرات فقر و ناامنی و بی‌عدالتی بر رفتار ما انسان هاست پیدا می‌کند. گفت این را قبول دارم، اما چرا از خوبی‌هایمان چیزی در کتابت نگفتی؟ گفتم آخر اصل بر خوبی است. بیشتر کتاب‌های بهداشتی و پزشکی و روانشناسی از بیماری‌ها و راه‌های درمان آن نوشته‌اند و ما جایی به نام بیمارستان و درمانگاه داریم، اما جایی به نام سالمستان و سلامتگاه نداریم. گفت این هم درست، اما چرا از بدیها و نقاط ضعف اینها کم گفتی؟ گفتم آخر موضوع کتاب بدیهای اینها نبود. گفتن ضعف‌ها و عیب‌های اینها دردی را از ما دوا نمی‌کرد. گفت اقلاً دل ما را که خنک می‌کرد. با استناد بر کدامین دلیل؟ با اخم‌های درهم و چهره‌ای برافروخته رو به من کرد و با صدایی بلند و خشمناک گفت: شما به چه دلیل و با استناد بر کدامین مدرک در کتابتان گفته اید که ما تحمل انتقاد نداریم؟ جوابی ندادم، اما با خود فکر کردم به همین دلیل. اگر می‌دانستم. خانم هموطنی را برای نخستین بار در یک گردهمایی ملاقات کردم. به دلیل نکته سنجی و حاضر جوابی مشابهی که داشتیم، الفتی بین ما برقرار شد و هنگام خداحافظی نام‌ها و شماره تلفن‌هایمان را رد و بدل کردیم. به محض اینکه نام مرا روی تکه کاغذی که به دستش داده بودم دید، با نگرانی پرسید که آیا من نویسنده کتاب ما چرا چنین شدیم هستم. پس از تایید من گفت: کاش با شما زودتر آشنا شده بودم و سپس مانند کسی که گناهی مرتکب شده باشد به خاطر مخالفت سرسختانه‌ای که با کتاب نشان داده بود شروع به عذرخواهی از من کرد. هشدار از برچسب خوردن. یکی از دوستان با توجه به واکنش‌های بعضی از خوانندگان به کتاب توصیه کرد بعضی از واژه‌ها و نقل قول‌ها را از کتاب حاضر حذف کنند. او
گفت که با استفاده از واژه جامعه طبقاتی عده‌ای تو را به یک خط فکری متصل می‌کنند و اگر آن خط موافق عقیده آنها نبود کتاب را تا به آخر نمی‌خوانند. و عده‌ای نیز به خاطر استفاده از منابع مذهبی همین کار را می‌کنند. و عده‌ای دیگر نیز تو را فرصت طلب و التقاطی خواهند نامید. به او گفتم با تمامی تجربیات دردناکی که در این رابطه دارم توصیه تو را نمیپذیرم، چرا که امیدوارم بالاخره روزی همه به این باور برسیم که همان گونه که هر انسانی مجموعه‌ای از ضعف‌ها و قوت‌هاست، هر کتاب و مسلک و مرامی نیز چنین است و هر کس می‌تواند بر مبنای سطح آگاهی و درک خویش از آنها مطلبی را بیاموزد یا عبارتی را نقل قول نماید. کاش در لفافه میگفتی. هموطنی به من گفت تو نباید اینقدر با صراحت در مورد خصوصیات اخلاقی من مینوشتی. اگر کمی از صراحت خود کم میکردی یا حداقل تعریفی نیز از ما مینمودی، به طور حد خوانندگان کمتر آزرده خاطر میشدند. به او گفتم که با نظرت موافقم، اما نمیدانم چگونه میتوان در لفافه از لفافه گویی انتقاد کرد. با صراحت نگفت که ما صراحت نداریم، با تعریف و تمجید دروغین از تعریف و تمجید دروغین انتقاد کرد و بالاخره به خاطر نرنجاندن مردم نگفت که ما به خاطر نرنجانیدن یکدیگر حرفهایمان را نمیزنیم. اینها هم مشکل دارند. تعدادی از هموطنان چه حضوری و چه تلفنی با گفتن اینکه در اینجا هم فساد، خودکشی، طلاق و انحرافات اخلاقی وجود دارد، اینها هم حسادت، بخل، بدخواهی و زیاده طلبی دارند، این مسائل محدود به ما نیست و وقتی اینها دارند ما چگونه میتوانیم نداشته باشیم، به نوشته های کتاب اعتراض کردند. جوابی را که به این عزیزان دادم برای عده‌ای که ممکن است همین اعتراض را به کتاب حاضر داشته باشند در اینجا بیان میکنم. اولا اگر عیبی در اینها دیده می شود توجیه عیب‌های ما را نمی کند. و ثانیاً خصوصیات منفی چون حسادت، زیاده طلبی و قدرت طلبی همانند خصوصیات مثبتی چون گذشت و مهربانی و سخاوت کمیابیش در اغلب انسانها وجود دارد. چیزی که هست محیط مناسب باعث رشد ویژگی‌های مثبت و تعدیل یا کاهش ویژگی‌های منفی شده و محیط نامساعد زمینه را برای رشد خصوصیات منفی فراهم می‌آورد. اما باید دانست که محیط نیز برد محدود و معینی دارد، یعنی در بهترین و مناسبترین شرایط نیز نخواهد توانست جمعیتی را مولانا، بتوون، انشتن، مادر ترزا یا گاندی نماید، بلکه قادر خواهد بود که حتی المقدور خصوصیات خوب و استعدادهای بالقوه هر کس را به منصه ظهور برساند. به بیان دیگر، در شرایط مناسب هر فرد میتواند به بهترین در نوع خودش تبدیل شود. یعنی محیط خوب میتواند از من بهترین من و از شما بهترین شما را بسازد، اما هیچگاه نخواهد توانست من را به شما یا شما را به من تبدیل کند. علت کمتر بودن بعضی از خصوصیات نامناسب اخلاقی در میان توده مردم در غرب به خاطر مناسب و مساعدتر بودن محیط اجتماعی آنهاست. اگر ما چشم بر واقعیات ببندیم و خودمان را در هر موردی یکسان یا بهتر ببینیم، با این سوالات روبرو می‌شویم که ما در این کشورهای پیشرفته چه می‌کنیم؟ علت آن همه تظاهرات، انقلاب‌ها و شورش‌ها در کشورهای سنتی و غیر آزاد چیست؟ و چرا در سوئیس، سوئد و کانادا انقلاب نمی‌شود؟ و تازه اگر ما نخواهیم این واقعیت را قبول کنیم که اینها در بسیاری از زمینه‌ها از ما متعادل‌تر، راضی‌تر، شادتر و رهاترند، در حقیقت فاتحه امنیت و حکومت قانون را که باعث تفاوت این جوامع با جامعه ما شده و حاصل صدها سال تلاش و کوشش غربیانه است را خوانده ایم. تمایل به برچسب زدن. شایعاتی پس از چاپ کتاب ما چرا چنین شدیم در مورد وابستگی من به این حزب و آن دسته بر سر زبانها افتاد. به دوستی گفتم به راستی چرا بعضی از ما این گونه ساده اندیش و تک‌بینگر هستیم؟ چرا ما انسانها را با متصل کردنشان به یک کلمه تا سطح یک شیء تنزل می‌دهیم؟ مثلا هندی‌ها، مذهبی‌ها، زنان، سیاه‌پوست‌ها، کمونیست‌ها. حتی کنون دیده نشده که دو زن، دو سیاه‌پوست، دو هندی و دو مذهبی مانند هم باشند. آیا یک کلمه هر قدر هم که جامع باشد می‌تواند ذهنیت ساده‌ترین انسان‌ها را به تصویر بکشد؟ چرا ما نمی‌توانیم باور کنیم و بپذیریم که کسی می‌تواند طرفدار آزادی، عدالت و امنیت باشد
ولی وابسته به هیچ حزب و گروه و خطی نباشد. گفت پس بگو تو جزء حزب بی خطها هستی. برچسب‌ها را روی قوطی‌ها، بطری‌ها و جعبه‌ها می‌چسبانند، نه روی انسان‌ها. اعتراضی روشنگرانه. در یک گردهمایی فرهنگی هموطنی به من نزدیک شد و با معرفی خود گفت چندی پیش در جمعی از هموطنان به شدت از من، یعنی از کتاب، دفاع کرده است. لحن گفتار این هموطن به نوعی بود که در من احساس جبران محبت او را به وجود آورد و بدین خاطر از او بیش از حد معمول و متعارف تشکر و قدردانی نمودم. شخصی که شاهد ماجرا بود به من با حالت اعتراضگونه‌ای گفت اگر این شخص با محتویات کتاب مخالف بوده و از آن دفاع کرده که کار ناشایستی کرده و اگر با محتویات کتاب موافق بوده است در واقع از باور خیش دفاع کرده است. در این صورت نه از طرف او منتی باید در کار باشد و انتظار جبرانی و نه از جانب شما این همه سپاس و قدردانی. اعتراض بر حق بود و پذیرفتم. در پی یافتن علت توقع آن هموطن و واکنش خیش به این دریافت رسیدم که چون برای ما دفاع از دوست و آشنا و قدرتمند در راستای کسب حمایت و امنیت یا دفع ضرر مهمتر از دفاع از حق بوده و این دفاع اکثر اوقات در یک رابطه بده و بستانی انجام می گرفته است، بنابراین اگر از حقی دفاع کنیم که آن حق بر حسب تصادف در راستای منافع کسی قرار داشته باشد، دفاع از حق تحت تأثیر دفاع از شخص قرار می گیرد. بدین ترتیب مدافع حق انتظار سپاس و قدردانی و جبران دارد و در شخصی که از حقش دفاع شده احساس دین به وجود می آید. به عبارت دیگر بسیاری از ما هنوز دفاع از حق را به عنوان یک ارزش نپذیرفته ایم و در واقع در جانبداری از حقیقت با شخص محق معامله می کنیم. بیمار یا محکوم. یکی از هموطنان مقیم در وطن پس از خواندن پیشنویس این کتاب به من گفت تو مانند کسی هستی که از کشتی در حال غرقی به قایق نجات رسیده و در آنجا در امنیت و آسایش نشسته و برای دیگر سرنشینان کشتی حکم صادر می کند. او با اشاره به اصلی در قضاوت که می گوید محکوم نمی تواند حاکم باشد، مرا به این دلیل که خود پرورده همین فرهنگم فاقد صلاحیت برای اظهار نظر در مورد فرهنگمان دانست. شاید مثال طبیب و مریض مثال مناسبتری از حاکم و محکوم می بود، چرا که مریض خود می تواند طبیب باشد. هرچند من به هیچ عنوان ادعای طبابت ندارم، آن هم برای بیماری که درمانش به یک معجزه نیاز دارد و این معجزه شاید همان آگاهی از بیماری، تمایل برای بهبود و تلاشی است که هر یک از ما بایستی در این راه بنماییم. من خود را بیماری می‌دانم که به بیماری خیش تا اندازه‌ای آگاه شده است. علت این آگاهی هم همان گونه که گفتم این بود که به جامعه‌ای وارد شدم که مردمانش از من سالمتر به نظر می‌رسیدند. تنها کاری که کردم این بود که سعی کردم تا آنجا که عقل و امکانات محدودم اجازه می‌دهد علت بیماری خود و سلامتی نسبی آنها را شناسایی کنم و آن را در اختیار کسانی بگذارم که بیماری مشابه بیماری من دارند. احتمال زیاد نیز هست که من در ریشه‌یابی اشتباه کرده باشم و این را نیز می‌دانم که شناسایی تمامی دردها و بررسی همه علل آنها به کمک متخصصین و صاحب نظران ذی صلاح و نگارش ده‌ها کتاب و درمان این نابسامانی فرهنگی به یک برنامه ریزی همه جانبه و دراز مدت در سطح کشور و به کمک صادقانه فرد ما نیاز دارد. پایان باب اول. لازم به ذکر است که پاورقی‌ها به دلیل وقفه‌ای که در خواندن نوشتارها به وجود می‌آوردند از فایل‌های صوتی حذف شدند. از آنجا که این پاورقی‌ها حاوی نکات جالب و همچنین توضیحاتی در جهت رفع سوء تفاهمات احتمالی خوانندگان میباشند، از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود به نسخه چاپی کتاب و یا فایل‌های نوشتاری آن که به صورت PDF در کانال تلگرامی در اسارت فرهنگ قرار داده شده‌اند رجوع نمایند. در اسارت فرهنگ، ریشه‌یابی خلق و خو، آداب و عادات ما ایرانی‌ها، انتشارات صمدیه 1395. نویسنده و راوی طاهره شیخ الاسلام. قسمت 8، صفحات 151 تا 165. باب دوم،
فقر و اثرات آن بر خلق و خو و آداب و عادات فردی و اجتماعی ما. همان گونه که می‌دانیم علاوه بر طبیعت، تاریخ و فرهنگ مرد سالار ما مسئولیت‌های خاصی را اگر نگوییم انحصاراً که بیشتر بر عهده زنان قرار داده است. این مسئولیت‌ها به انضمام بالاتر بودن طبیعی سطح حساسیت‌ها و عواطف در زنان باعث شده است که آنان وفاداری بیشتری از مردان به آداب و رسوم جامعه نشان دهند. با توجه به اینکه تلاش در حفظ این آداب و عادات به خصوص در جوامعی که به شدت در حال تغییر و تحولند، مشکلات و مصائب فراوانی را برای زنان و به تبع آن برای همگان به وجود می‌آورد، این باب به زنان جامعه ایران تقدیم می‌گردد. شب پراکنده خسبد آن که پدید نبود بچه بامدادانش، نور گرد آورد به تابستان تا فراغت بود زمستانش. گلستان صدر. در باب اول اثرات مخرب ترس را بر خلقیات و رفتارهای فردی و جمعیمان مورد توجه قرار دادیم و در این باب به اثرات زیانبار فقر بر خلق و خو و آداب و عاداتمان خواهیم پرداخت. پیشرفت یک جامعه بدون شک در گرو رشد و پرورش استعدادهای مردم آن جامعه است و شکوفایی استعدادها علاوه بر امکانات مادی، فکر آسوده و وقت آزاد می‌خواهد. وقتی جامعه‌ای فقیر باشد و امکانات اندک آن نیست، به قیمت محرومیت اکثریتی در اختیار اقلیتی قرار گیرد، مردم نه تنها نگران آینده خویش خواهند بود، بلکه وقت، نیرو و فکر آنها مصروف تهیه اولین و ابتدایی ترین مایحتاج زندگی خود و خانوادهشان خواهد شد. برای چنین مردمی نه دیگر وقت آزادی میماند و نه خیال آسوده‌ای که بتوانند به خود و جهان اطراف خود بپردازند، تفکر کنند و استعدادهای خویش را کشف و آنها را بارور سازند. اکثریت جوامع فقیر در دایره بسته‌ای گرفتار شده‌اند که در آن فقر مادی جامعه به عقب ماندگی علمی و فکری آن جامعه می‌انجامد و عقب ماندگی‌های علمی و فکری خود عاملی می‌شود برای فقر بیشتر. در چنین جوامعی مردم معمولاً برای ایجاد امنیت اقتصادی دوران پیری خود فرزندان بیشتری به دنیا می‌آورند. از این رو فرزندان در این جوامع به عصای دست، یعنی وسیله‌ای که بتوان در پیری به آن تکیه کرد، تعبیر شدند. بدیهی است هرچه خانواده‌ها فقیرتر باشند، امنیت اقتصادیشان کمتر و بنابراین فرزندان بیشتری را طالب خواهند بود. حاصل این نوع مبارزه فردی با فقر منجر به تولید میلیون‌ها انسان خواهد شد که تا بخواهند به عصای دست والدینشان تبدیل شوند، به غذا، دارو، بهداشت، مسکن، آموزش و تربیت و در نهایت کار احتیاج دارند. و چون این امکانات برای آنها فراهم نیست، فقر و به دنبال آن فساد در جامعه بیشتر می شود. به عبارت روشن‌تر، فرزندانی که به امید عصای دست زمان پیری والدین و برداشتن باری از روی دوش ناتوان آنها به وجود آمده بودند، خود باری بر دوش آنان و دیگران و نهایتاً جامعه می شود. در اینجا دوباره خود را در دایره شومی می بینیم که در آن فقر منجر به تولید فرزند بیشتر و فرزند بیشتر باعث فقر و فساد بیشتر در جامعه می گردد. اما اثرات منفی این ناامنی مادی و ذهنی به همینجا پایان نمیپذیرد. وقتی شبها پریشان خاطر خفتیم، فردا و فرداها خستگی و نگرانی خیش را با خود به کوچه و بازار و محل کارمان خواهیم برد و در آنجا نه تنها نمیتوانیم ذهن و دل خیش را به کاری که به ما محول شده است بسپاریم، بلکه آثار آن همه خستگی، دلنگرانی و ناامیدی در رفتار و برخورد عصبی و گاه توهین‌آمیزمان نسبت به دیگران خود را نشان می‌دهد. دیگرانی که آنان نیز چون ما گرفتار همین خستگی و ناامنی ذهنی و آشفتگی روحی هستند. حال اگر نه تمام معنویت که بخشی از آن را در مهر ورزیدن به هم نوع و گره‌گشایی از کار آنها و بخشی دیگر را رها شدن از قید و بندهای زندگی دنیوی و سیر و سیاحت در ملکوت خداوند بدانیم، بدون شک در فضایی که وصف کردیم جایی برای رشد معنویت و اخلاق باقی نخواهد ماند که باز به قول سعدی: ای گرفتار و پای بند عیال، دگر آسودگی مبند خیال،
غم فرزند و نان و جامه و قوت، بازت آرد ز سیر در ملکوت. همه روز اتفاق می سازم که به شب با خدای پردازم. شب چو عقد نماز می بندم، چه خورد بامداد فرزندم. و اگر در گذشته قضا مهمترین نگرانی مردم بود، امروزه بهداشت، آموزش، مسکن و غیره را نیز باید به این نگرانی ها اضافه کرد. توجه به این نکته ضروری است که وقتی گفته می شود جایی برای رشد معنویت و اخلاق وجود نخواهد داشت، الزاماً بدین معنا نیست که معنویت به کلی از جامعه رخت برمی‌بندد، بلکه این مفهوم مورد نظر است که چنین شرایطی مناسب رشد و تقویت اخلاق و معنویت نیست. در نهایت اینکه وجود فقر در جامعه را میتوان شبیه یک مرکز عفونی در بدن دانست، همانطور که اگر به مداوای عفونت بدن پرداخته نشود، سلامت تمام بدن در معرض خطر قرار میگیرد. با فقر نیز اگر مبارزه جدی نشود، فساد و عفونت حاصل از آن، یعنی اعتیاد، دزدی، فحشا، جنایت و آثار روانی متعاقب آن، دامن تمامی مردم جامعه را به نوعی خواهد گرفت. شاید سعدی آنجا که میگوید بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار، اشاره به همین مطلب داشته باشد. این مسئله را حتی میتوان به فقر جهانی نیز تعمیم داد که پیامدهای ناگوار آن کشورهای ثروتمند را نیز از آسیب خود در امان نگذاشته و نخواهد گذاشت. درک این مسئله ما را به اهمیت ریشه‌کن کردن فقر در محله، شهر و جامعه و جهان واقف می‌سازد که بدون شک دستیابی به آن به برنامه‌ریزی صحیح و به کمک و همکاری صمیمانه همگی ما، چه در مقام مسئول و چه به عنوان یک شهروند مرفه و چه به عنوان عضوی از جامعه انسانی نیاز دارد. تعویض جایگاه علت و معلول در ادبیات و فرهنگ تمامی ملل، از جمله فرهنگ ما، تنبلی و تنپروری مذموم و تلاش و کار از ارزش والایی برخوردار بوده است. به این دلیل که تنبلی به فقر و فقر به ناتوانی و نیازمندی منجر می شود. اما کار و تلاش در اکثر مواقع به کسب مال و آن نیز به توانایی می انجامد. فرد توانا از نظر مالی نه تنها باری بر دوش جامعه خیش نیست، بلکه این قدرت را دارد که از داشته خیش در راه کمک به دیگران و جامعه خود استفاده نماید. باری از روی دوش دیگران بردارد و از این راه احترام و شأن اجتماعی کسب نماید. اما به نظر می رسد که به تدریج معلول جای خیش را با علت عوض کرده است. یعنی به جای اینکه ارزش به کار و تلاش تعلق گیرد و آبرو و احترام به خاطر آن نصیب شخص شود، آبرو به حاصل کار یعنی پول و ثروت داده شده است. و به همین روال مذموم بودن تنبلی و تنپروری نیز جای خود را به ناپسند بودن فقر داده است، در حالی که می‌دانیم تنبلی و تنپروری به خصوص در شرایط نابسامان و غیرقانونمندی که بر بسیاری از جوامع کنونی حاکم است، الزاماً منجر به فقر نمی شود. برای مثال دلالی یعنی خرید و فروش زمین و ماشین و همچنین قاچاق و حتی دزدی که نیاز به تلاش و کار چندانی ندارد به حصول ثروت می انجامد. در این حال کار و تلاش نیز همیشه منجر به از بین رفتن فقر و تجمع ثروت نمی گردد. مثلا کشاورزی که تمام مدت سال در مزرعه کار می کند اما یک سرمای ناگهانی تمام محصول او را برباد می دهد. این تعویض علت و معلول یعنی آبرو و احترام را در گروه داشتن ثروت دانستن و ناداری را بی آبرویی خواندن، مشکلات و مصائب بیشمار اخلاقی را در جامعه ما به وجود آورده است که در این باب با آنها خواهیم پرداخت. در این بخش از کتاب مشاهده خواهیم کرد که چرا و چگونه رفتارها، آداب و عاداتی که در تحت فشار فقر و در جهت مقابله با آن میان اجداد ما شکل گرفته بودند، با همان شدت در میان گروهی از نسل حاضر نیست که در رفاه مادی به سر میبرند رایجند و به عبارتی چگونه آداب و عادات ما را در اسارت خویش قرار دادند. نشانه‌های فقر: مذموم بودن لگد کردن نان.
این عادت بین ما بیشتر در قدیم و شاید هم امروزه وجود دارد. هنگامی که تکه نانی روی زمین می‌بینیم آن را برداشته، حتی گاهی بوسیده و در جای بلندتری مانند هره‌های دیوار خانه‌ها می‌گذاریم. این عمل به این علت صورت می‌پذیرفته که در یک جامعه فقیر لگد کردن و به دور انداختن تکه نان که می‌توانسته گرسنه‌ای را تا اندازه‌ای سیر کرده و یا شاید از مرگ نجات دهد، کفران نعمت و گناه محسوب می‌شده است. دلیل دیگر این کار نیز می‌توانسته احترام و ارزشی باشد که برای کار و تلاش قائل بوده‌ایم، بدین معنا که نان حاصل کارهایی چون کاشتن بذر، آبیاری و مراقبت، برداشت، جدا کردن دانه از کاه، آرد کردن دانه، خمیر کردن آرد و پختن آن بوده. و در واقع ما با لگد کردن یک تکه نان، نه آن تکه نان که این همه رنج و تلاش انسانی را پاس نمی داشتیم. حفظ حرمت نان و نمک. متداول بودن این اصطلاح در جامعه نشانه دیگر از فقر شدید و اهمیت غذا در جامعه ما بوده است. به طور حتم اگر کسی گرسنه‌ای را سیر می‌کرده، این انتظار را داشته که او سپاسگزار این رفتار انسانی باشد و کار ناروایی در حق او نکند. اینکه امروزه مرگ در اثر گرسنگی برای گروه کثیری از بین رفته است، کماکان دعوت شدن به یک نهار یا شام را برترین نشان محبت دانسته و خود را در قید جبران هیچ محبتی مانند آن قرار نمی‌دهیم، می‌تواند ریشه در همین پدیده داشته باشد. علاوه بر اینکه اکنون حفظ این حرمت از طریق جلب رضایت میزبان به روش‌هایی که در باب اول ذکر آن رفت حفظ می‌گردد، چرا که بیان نازکتر از گلی به او نمکخوری و نمکدان شکنی تعبیر می‌شود. همین مسئله باعث شده که عده‌ای از دعوت افراد به شام و نهار برای رسیدن به اهدافشان سود جویند و به اصطلاح دهان آنان را ببندند. اصرار در پرداختن پول غذا. اصراری که امروزه بین ما برای پرداخت پول غذا شایع است، از آنجا نشأت می‌گیرد که انسانیت بر کسانی که از وضعیت مادی بهتری برخوردار بودند حکم می‌کرده که فقرا را تغذیه کنند یا پول غذای آنان را پرداخت نمایند. چون این عمل در آن زمان انسانی بوده و نشان سخاوتمندی، ما امروزه به این کار مبادرت می‌کنیم. علت انکار شخص مقابل هم به این دلیل است که در او احساس ناداری یا کمداری و به نوعی حقارت به وجود می‌آورد. چون همانطور که گفته شد، دارندگی معادل آبرومندی تلقی می‌شده و نداری معادل فقدان آن. اگر دقت کرده باشید، وقتی شما با کسی به خرید می‌روید، هیچ یک در پرداخت پول هیچ کالایی به یکدیگر اصرار نمی‌ورزید، اما همین که به غذا می‌رسد، هر یک اصرار دارد حساب شخص دیگر را بپردازد و به اصطلاح او را میهمان و شاید ناخودآگاه مدیون خود کند. مترادف بودن چاقی و سلامتی. از آنجایی که کمبود غذا معمولاً به لاغری و در مراحل پیشرفته‌تر به سوء تغذیه و بیماری منجر می‌شود و تغذیه خوب به چاقی و سلامتی می‌انجامد، در قدیم و همکنون نیز در بسیاری از مناطق کشور چاقی و سلامتی به یک معنا گرفته می‌شود. علت این که در قدیم و همکنون در روستاها خانواده‌ها به دنبال دختران چاق برای ازدواج با پسرانشان هستند، می‌تواند این گونه تعبیر شود که لاغر بودن نشانه کمبود غذا، فقر خانواده و محترم نبودن آنان و به همین ترتیب چاقی نشانی از تغذیه خوب و آن نیز شاخص ثروتمند بودن خانواده، یعنی محترم بودن آنان بوده است. اصطلاح سرخ نگاه داشتن صورت با سیلی. سرخی گونه نشانی از تغذیه خوب و تغذیه خوب مستلزم داشتن ثروت و آن نیز نشان آبرو بوده است. این اصطلاح در مورد کسانی به کار می رود که نمی‌گذارند کسی از فقرشان باخبر شود، یعنی صورت خود را حتی با سیلی هم که شده سرخ نگاه می‌دارند تا از این راه کسب آبرو کنند. آفتاب لگن 7 دست شام و نهار هیچ. به نظر می‌رسد این اصطلاح از آنجا به وجود آمده باشد که چند خانواده از حیاط مشترکی استفاده می‌کرده و مجبور بودند ظرف‌هایشان را در کنار حوض مشترکی بشویند. این خانواده‌ها هرچند که به علت فقر غذای خیلی ساده‌ای می‌خوردند، اما در جهت حفظ آبروی خود ظروف زیادی را با خود به حیاط برده و آنها را در کنار حوضی مشترک می‌شستند تا به همسایگان نشان دهند که غذاهای متنوع و زیادی صرف کردند. شرب کردن سیبیل.
غذاهای چرب به دلیل دیر هضم‌تر بودن چربی موجود در آن مدت بیشتری مردم را سیر نگاه می‌داشته. به همین جهت تصور بر این بوده که از خاصیت غذایی بیشتری برخوردار است. سیبیل چرب نشانی از خوردن غذای چرب و آن نیز دلیلی بر دارندگی و تشخص فرد بوده. اصطلاح چرب کردن سیبیل که امروزه به منظور راضی کردن افراد برای انجام کاری از طریق دادن پول یا رشوه یا حتی شام‌ونهار حسابی به آنها استفاده می شود می تواند ریشه در همین مسئله داشته باشد. مولانا در دفتر 3 مثنوی در داستانی به این مسئله چنین می پردازد: پوست دنبه یافت شخصی مستهان، هر صباحی چرب کردی سبلتان. در میان منعمان رفتی که من، لوت چربی خوردم در انجمن. دست بر سبلت نهادی در نوید، رمز یعنی سوی سبلت بنگرید. که این گواه صدق گفتار من است، وین نشان چرب و شیرین خوردن است. رابطه میهمان داشتن و غذای سیر خوردن. اصطلاح کاش یک مهمان بیاید تا ما یک غذای سیر بخوریم این معنا را میرساند که در گذشته مردم ما معمولاً آنقدر نداشتند که خودشان سیر بخورند، اما در راستای حفظ آبرو برای مهمان خود غذای بهتر و کافی‌تری تهیه می‌دیدند و به برکت وجود مهمان افراد خانواده نیز در آن روز غذای کافی می‌خوردند. لباس پلوخوری. پلو غذایی بوده که همگان قادر به تهیه آن نبوده و بیشتر در مهمانی‌ها برای حفظ آبرو تهیه می‌شده. افرادی نیز که به مهمانی می‌رفتند در جهت نشان دادن دارایی خویش لباس نو و تمیزی به تن می‌کردند. پوشیدن لباس مرتب و نو که امروزه نیز در حضور دیگران به خصوص در مهمانی‌ها رسم است، نیز نشان و نمایشی از دارایی شخص یعنی محترم بودن اوست. جایگاه ویژه غذا در نذرهای مذهبی. با یک نظر می‌توان دید که تقریباً تمام مراسم و نذرهای مذهبی ما مانند نهار عاشورا، سفره ابوالفضل، ختم انعام، آش زین‌العابدین بیمار، شل زرد، حلوا و قربانی کردن گوسفند همه با خورد و خوراک سر و کار دارد. یعنی همه آنها در راستای سیر کردن گرسنگان و به عبارتی اطعام مساکین بوده. اما امروزه در بسیاری از این نذرهای به اصطلاح مذهبی میزبان با تهیه دیدن اغذیه و اطعمه متنوع و فراوان ثروت خود را به نمایش می‌گذارد و میهمانان نیز با نمایش متقابل جواهرات و لباسها چنین می‌کنند و از تنها چیزی که در آنجا خبری نیست مساکین و اطعام آنان است. نیم سیر کردن کودکان قبل از رفتن به مهمانی. با توجه به اینکه نخستین نشان فقر گرسنگی است، بسیاری از مادران در جهت حفظ آبروی خود قبل از رفتن به مهمانی به بچه‌های خود مقداری غذا می‌خورانیده یا به آنها سفارش می‌کردند که دست به غذا و سایر خوراکی‌ها نزنند. گذاشتن مقداری از غذا در ته بشقاب. طبیعتاً وقتی گرسنگی نشانه فقر و فقر نشانه بی‌آبرویی باشد، باقی گذاردن مقداری غذا در ته بشقاب در مهمانی‌ها می‌تواند نشانه‌ای از دارندگی و شأن شخص محسوب شود. عده‌ای حتی در رستوران‌ها نیز این مسئله را رعایت می‌کنند. داشتن اتاقی به نام مهمانخانه. به دلیل فقر و داشتن فرزندان زیاد و آبرویی که در گرو وجود مواد خوراکی در خانه بوده، بسیاری از خانواده‌ها اتاقی به نام مهمانخانه داشته و گاهی امروزه نیز دارند که معمولاً تمیز و مرتب بوده و میوه و شیرینی و آجیل دور از دسترس بچه‌ها در آنجا نگهداری می‌گردد. درب این اتاق معمولاً قفل و فقط با آمدن میهمان باز می‌شود. با بهتر شدن وضع مادی مردم، اتاق به سالن و میهمانخانه به سالن پذیرایی تغییر نام داد که به نظر من با مسماترین نام برای آن سالن تغذیه است، چرا که اساسی ترین کاری که در آنجا صورت می‌گیرد تغذیه مهمانان است. رابطه غذا با آبرو که از گذشتگان ما به ارث رسیده است تا بدانجاست که حتی امروزه نیز هیچ چیز به اندازه نبودن غذا، میوه و شیرینی در خانه هنگامی که کسی سرزده وارد منزل می شود باعث خجالت و از بین رفتن آبروی ما نمی گردد. همه چیز برای دیگران. طبیعتاً خانواده‌های فقیر در جهت حفظ آبرو مجبور بودند نه تنها غذای خوب بلکه ظروف خوب یا هر چیز خوب دیگری را که در صورت از بین رفتن نمی‌توانستند به راحتی آن را جایگزین کنند، فقط برای زمانی نگه می‌داشتند که مهمان داشتند. این روش در تکرار خود چنان به صورت عادت در آمده که امروزه دیده می‌شود. بعضی از خانواده‌های مرفه با وجود داشتن چند سرویس غذاخوری در قفسه‌های آشپزخانه از بشقاب‌های ملامین رنگ رو رفته و لیوان‌های پلاستیکی برای خود استفاده و ظروف شیک، لباس شیک و هر چیز بهتر را برای زمانی که میهمان دارند یا به میهمانی میروند میگذارند. این حفظ آبرو
و همه چیز برای دیگران تا آنجا در جامعه ما ریشه دوانیده که وقتی یکی از افراد خانواده لباس مرتبی بر تن کرده از او میپرسیم کسی قرار است بیاید یا جایی میخواهی بروی؟ مهمان تلقی کردن هر کس که در خانه را میزند و حبیب خدا بودن او. اینکه هر کس امروزه در خانه ما را میزند میهمان به حساب میآوریم و او را با اصرار زیاد به داخل میخوانیم، میتواند به زمانهایی برگردد که فقر شدید مردم را برای دریافت غذا به در خانه یکدیگر یا کسانی میکشانده که وضعیت مادی بهتری داشتند. در جهت حفظ غرور این افراد آنان را مهمان و مهمان را حبیب خدا می‌خواندند و سیر کردن آنان را کاری در جهت رضایت خداوند. این اعمال در شرایط آن روزگار و حتی امروزه نیز در جاهایی که همان شرایط برقرار است کاری بسیار پسندیده و انسانی است. اما چنین کارهایی آنچنان در تکرار و تمرین در میان ما به صورت عادت درآمده که امروزه که دیگر مسئله فقر و گرسنگی حداقل برای قشری مطرح نیست، همین سبک و سیاق در مورد کسی که تقی به در خانه میزند به کار گرفته می شود. این حرکات و اعمال در ذهنیت و فرهنگ ما چنان معنا و مفهوم یافته و چنان جایی باز کردند که با وجود تمام مشکلاتی که امروزه در عصر سرعت و تکنولوژی به خاطر همین تعارفات و تکلفات با آن روبرو هستیم، اگر به در منزل کسی برویم و حتی تمایلی نیز برای به درون رفتن نداشته و تشنه یا گرسنه هم نباشیم، از دعوت شدن به درون احساس رضایت می‌کنیم، چرا که این عمل نیز احترام خوانده شده است و عدم انجام آن را بی احترامی یا عدم علاقه به خود تلقی می‌نماییم. به بیان دیگر، در حالی که از تعارفات عاجزیم، اگر تعارفمان نکنند نیز آزرده می‌شویم. در این رابطه نیز دیده می‌شود که ما در اسارت حلقه بسته‌ای گرفتاریم. رفت و آمد یا بدهوبستان غذایی. با کمتر شدن فقر و بهتر شدن وضع مادی مردم در نوع سرگرمی‌ها تغییر و تنوع چندانی ایجاد نگردید، بلکه میهمانی دادن و رفتن، یعنی همان تنها سرگرمی آبا و اجدادی، مفصل‌تر و تبدیل به نوعی بدهوبستان و به نمایش گذاشتن داشته‌ها به نام رفت و آمد شده است. در این رفت و آمدها که بهتر است نام خوردن و پس دادن به آن بدهیم، در نمایش هرچه بیشتر و متنوع‌تر بودن غذاها به رقابت با یکدیگر پرداخته می‌شود. بدین معنا که چون غذا در گذشته‌های دور نشانه آبرو و احترام میزبان بوده، امروزه به تعداد غذاها، تنقلات، دسرها و نوشابه‌ها در جهت نمایش ثروت بیشتر و داشتن آبروی بیشتر و به نوعی محبت و احترام بیشتر به مهمان اضافه می‌شود. این عمل در بعضی از اقشار جامعه چنان راه افراط پیموده که هدف اصلی معاشرت که برای بسیاری نه حسرت یک غذای چرب و نرم که گفتگو و دیدار و رفع دلتنگی است را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده. همین چشم و همچشمی‌ها و آبروداری‌ها میهمانی را برای عده‌ای به مصیبت تبدیل کرده است، در حالی که اگر مراد از معاشرت گفتگو، زدودن ملالی و داشتن ساعاتی فرهنگیز در کنار یکدیگر باشد، محل دیدار و نوع غذا نبایستی از اهمیت چندانی برخوردار باشد. تعارف یا اصرار و انکار. چون نخستین نشان فقر و نداری گرسنگی است، طبیعتاً مهمان در جهت حفظ آبروی خود دست به غذا دراز نمی‌کرده است. میزبان که از علت این امتناع آگاه بوده، برای وادار کردن مهمان به خوردن مجبور به تعارف به او می‌شده است. رد تعارف توسط میهمان یعنی باور کنید گرسنه نیستم و برای غذا نیامده‌ام، و اصرار دوباره میزبان که میدانم گرسنه‌ای و برای غذا آمده‌ای، طی نسل‌ها و با تکرار چنان در ما به صورت عادت درآمده که امروز که دیگر گرسنگی برای بسیاری از اقشار جامعه مطرح نیست، هنگامی که به مهمانی می‌رویم همان رفتاری را پیشه می‌کنیم که اجدادمان برای حفظ آبرو در پیش می‌گرفتند، بدین معنی که دست به غذا نمیزنیم و هنگامی نیست که میزبان هستیم با مهمانان خود به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که گویا گرسنگانی هستند که فقط به منظور تناول غذا آمده و منتظر تعارفند. از سوی در تار عنکبوت این اصرار و انکارهایی که از عصر حجر تا کنون ما را رها نکرده‌اند، چرا که کمتر به علت اعمال و رفتارها و عادات خود اندیشه کرده ایم، اگر واقعا میل به چیزی نداشته باشیم و تعارف را با تشکری رد کنیم، میزبان بیچاره که نمیداند ما راست میگوییم یا خیر به اصرار خود ادامه میدهد. آن موقع است که برای اثبات عدم تشنگی یا گرسنگی خود باید از قسم و آیه کمک بگیریم و اگر موفق به راضی کردن میزبان نشدیم تسلیم شویم و بیش از ظرفیت خود تناول کرده و عواقب ناگوار آن را تحمل کنیم. وقتی دست به غذا نزدن و به انتظار تعارف نشستن نشان سیری و آبرومندی دانسته شد، طبیعتاً اقدام به خوردن نمی‌کنیم و وقتی تعارف کردن معادل احترام و علاقه به مهمان قلمداد شد،
طبیعتاً عدم آن را نشان بی احترامی تلقی کرده و آزرده می‌شویم. در اینجا نیز ما خود را در دایره بسته‌ای گرفتار می‌بینیم. تلاش در کسب ثروت یا تظاهر به داشتن آن. هنگامی که در یک جامعه آبرو و احترام در گروه داشتن ثروت باشد و فقر معادل بی‌آبرویی قلمداد شود، مردم در جهت کسب و حفظ آبرو به تجمع ثروت می‌پردازند. فراهم نبودن شرایط و امکانات برای دستیابی به ثروت نه تنها گاه منجر به زیر پا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی و معیارهای انسانی در جامعه می‌شود، بلکه مردم را وامی دارد در جهت حفظ آبروی خویش به تظاهر دست زده و به هر طریقی که شده نگذارند دیگران به کمبودهای آنان واقف شوند. در جوامع مدرن بهبود وضع اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و حمایت نسبی قانون از همگان باعث شده که اکثریتی از مردم از حداقل یک زندگی معقول برخوردار شوند. این تحولات علاوه بر کم کردن میزان جرایم و فساد ناشی از فقر مالی و ویژگی‌های اخلاقی حاصل از آن، ارزش‌هایی چون صداقت و درستی، دفاع از حق، عدم تجاوز به حقوق دیگران و خدمت بی‌مزد و منت را جایگزین ارزش‌ها و معیارهای قومی و قبیله‌ای و طبقاتی کرده است. در این جوامع نمایش، تظاهر، تعارف و تکلفات در میان مردم، اگر نگوییم کاملا رخت بربسته، که بسیار کاهش یافته و این خود به شفافیت و بهبود هرچه بیشتر روابط انسانی انجامیده است. لازم به یادآوری است که مردم در جوامع مدرن نیز به دنبال ثروت و مقام و موقعیت بهتر هستند، اما انگیزه آنها کمتر قدرت نمایی و تظاهر و تفاخر یا فرار از تحقیر و بیشتر ارضای علایق فردی و دستیابی به یک زندگی بهتر است. ممکن است گفته شود رفاه اقتصادی همراه با اجرای قوانین بنیاد شده بر برابری و عدالت در جامعه ما نیز باعث از بین رفتن ویژگی‌های منفی حاصل از فقر خواهد شد. به طور حتم با از بین رفتن یا کاهش فقر در جامعه از عوارض منفی مستقیم حاصل از آن، یعنی دزدی، گدایی، احتیاط، فحشا و فساد کاسته شده و جامعه به امنیت اجتماعی بیشتری دست یافته و این امنیت زمینه رشد و پیشرفت روزافزون مردم جامعه را فراهم خواهد آورد. اما در رابطه با عوارض غیر مستقیم حاصل از فقر، یعنی خصوصیات و آداب و عادات فرهنگی که به آن اشاره شد، باید گفت مشاهده وفاداری و پایبندی به این ویژگی‌ها و آداب و عادات توسط هموطنانی که به لحاظ شرایط زندگی و وضعیت اقتصادی با اجداد خویش تفاوت بنیادین پیدا کرده‌اند، چه در داخل و چه در خارج از کشور، نشان از این دارد که تا زمانی که ما به علت این رفتارها آگاه نشویم و تلاش در وانهادن آنها به خرج ندهیم، امیدی برای رهایی از آنها نخواهیم داشت. بدین معنا که تا متوجه نشویم اهمیت دادن بیش از حد امروزه ما به اقضیه و تجملات و ظواهر نشانه‌هایی از فقر مادی و فرهنگی گذشتگان ما هستند و تا زمانی که ندانیم تعارفات و تکلفات اعماری هستند که پیشینیان ما برای کتمان فقر خویش اختیار کردند و تا هنگامی که این اعمال و رفتارها را نشانه سخاوتمندی و آبروی خویش و احترام به دیگران بدانیم و به آنها افتخار و در انجام آنها اصرار بورزیم، این درد بر همین پاشنه خواهد چرخید و مشکلات ما همان گونه که در این باب خواهیم دید با بهبود شرایط اقتصادیمان نه تنها از بین نخواهند رفت، بلکه بیشتر نیز خواهند شد. آندره ژید در کتاب مائده‌های زمینی میگوید آنچه ابتدا جوانه لطیف را نگهبانی می‌کند، همین که نمو گیاه به انجام رسید آزارش می‌دهد و هیچ گونه رشدی با وجود آن امکان ندارد مگر آنکه این غلاف که ابتدا جوانه را در بر گرفته بود از هم بشکافد. جامعه بشری قنداق‌های خود را گرامی می‌شمارد، اما اگر نداند از دست آنها چگونه رهایی یابد نمی‌تواند رشد کند. کودک از شیر باز گرفته اگر پستان مادر را پس میزند از ناسپاسی نیست، دیگر شیر برای او ضرورت ندارد. تو نیز نباید بدان خرسند گردی که غذای خود را در شیر سنت و رسوم تقطیر شده و از صافی گذرانده به وسیله مردم بجویی. دندانهای تو برای گاز زدن و جویدن است و تو باید معده خود را در واقعیت بجویی. برهنه و دلیرانه به پا خیز، غلاف‌ها را از هم بگسل، قیم و سرپرست را از خود دور ساز. برای آنکه سرراست رشد کنی نیازی جز به جهش شیره و فراخواندن خورشید نداری.
لازم به ذکر است که پاورقی‌ها به دلیل وقفه‌ای که در خواندن نوشتارها به وجود می‌آوردند از فایل‌های صوتی حذف شدند. از آنجا که این پاورقی‌ها حاوی نکات جالب و همچنین توضیحاتی در جهت رفع سوء تفاهم‌های احتمالی خوانندگان میباشند، از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود به نسخه چاپی کتاب و یا فایل‌های نوشتاری آن که به صورت PDF در کانال تلگرامی در اسارت فرهنگ قرار داده شده‌اند رجوع نمایند.